البته واجه عزیز تو اگه بیای شعری بوانی پا هم سک شهره تا زمانی که واجه بندوی بیا اگر طرف شعری آماده این هست منی حالا سک شهرین تو بشه که ما معمولا در 5 مینه دیوار دیرتر شروع کنه تا مردم بیاند. من نزانو باری من تا آخر نشت کنو یا نه پچه که ما را چه پیشا یک برنامه یک کهانی هست ساعت 7 تا بانو کارینا یا نزانو باری من تا کدی نشت کنم من په همین خاطرات کن که وقتی چهره گا پیش بدارم که رحیم جان کهید منا بگندی که من آیه پولی محبرا بهر زورتا گون بله نزانو باری چیه بیت اگه آت بانو آت گوره من چشمه دیوان رخصت کنم بله شر هنو کسی ونی اگه من توات شهروانی کنه من پچما شهروانو بله 20 نفر دیوان نشته او شهر گوره من گوره یک شهروانو که من شهمیریم بلوچانی ما وقتی بلوچان شهید نگوشیم ما شو گوشیم شهمیره چون که دودا ما شهمیریم پتی کپته به همین خاطر من به همشیگی من یک شهروانو که من شهمیریم بلوچانی سالارت آیی وجه مهندس ابراهیم اشکانیه باره و من کابل گوشته بله رحیم همکاری بوده همکار رحیم بوده من و رحیم و آیی سابقه سایت پنگدارتیم پیش بهمنا منی گو آیه می گو یه دوینانی جد جود هنچو کاری بودتگن که چوک بلی گوک من جوگا می درستگین جد جود هاس می یه سینانی هور بودته و می شام و چاشت واشترین شام و چاشت بانو که کمبرگونگی ماته بانو دورمال که لوگا بودته شهمیرین اشکانی لوگا هر با که من هور شتگون گون اگر ما 3 نفر بودتگن گوشتگش ما همی ششینه منی 3 نفر حساب کتک من بک سک باز و نو من مروچی همایی شهر آوانو برای این منی شهر نه واجه بزانن نشتگی بانو که واجه بزانن که این منی گوشتگی نه این دورماله که جنده گوشتگی نه من بله تو په شهر داری آورتگن آیی من په شهر داری آورتگن بالکل این چوشین که نو گوڑا ما اگه آیا بوانو که بانو دورماله که اگه گوڑا آیشی بدل کنو هم آیا کانو که دورماله که نازین که نامی بله بله چهارانی باره دورماله که نازین یہ گوڑا من حقیقت شیئے که من نگوشتگن یہ همایی گوشتگی نه هما محفلا که من ماتا پا من کسا کو وحدی که آت سویدا گوشتی که ما چور ربتگن آیه پرسان ما ربتگن گوڑا اشکار گوهاری توار کتا که اول من دستان بشود بانو وراک ورا اول من دستان بشود پچه که ما سوگی سرانه نشتگن ما آیه سور سرانه نشتگن که آما گوشن من مروج سوگی و من دستان بشود من دست با وراکت برون گوڑا آدگر بگوشن من چوک مروچی اوجنا گئیں قوم ارمانان تو کا ای اوجنا گرگن آن نمورتا من همای گار زورتگن تو شهر کتگن دورملک نازینک او منی همدردان تو پاکین او منی همدردان تپاکینان همدلان پیرین و کسانینان یل کنید موت کو زاریان بلت گریوگان بازی من دلان جلت مقصدی دیوانی شما مرچی شادهین رنگ و چهرگی بیارد بچ منی قومه ساهگا وابند بیا اتو نازین کی کند ماتان دب گرد صوتی او گلین کاران پلگودین سالون کن شتک کورا منوتی دوری مقصد گرما گونگلی اوجناگن مزار ملین بیا اتو دوستان چهره سازد پاد کنید میرین کمبر ماتا گون حالو ای گوشت لالا بیا منی جاری هم نفس بلین کمبری نوکین و کتک سالو پتهی نازین کا مرادیگین جانی من مهرانی زیرا ششتگ اتری چه پهرانی گلو پلان من وطی سیاهی چوتوا مشتگ شادهی صوتو زیمری لوٹید نیه بله موکلی منا مرچی تی وڑا محلوکا بشورینان چیر کنان دهلان وشتوارینان
ناچگرین ناچیان بلوتینان او منی همدل پر کرامتین شهپری قوم وش بشارتین کوبت منی جانه یه نهند زانه دشمنا بذاتی منا گوشتگ حل حل سیره و همشو میبندین کوبت منی جانه یه نهند زانه دشمنا بذاتی منا گوشتگ حل حل سیره همشو میبندین زانت ای وحدی که یه شهمیرین براد سجهین کشک بودند هیچ کس اجازت نیستد آین کبرستان ها برود یا پایان پرس پاتیا بدارید و همین خطر گوشک بودتا که دشمنا بذات منا گوشتگ حل حل سیره همشو میبندین بیا تو قوم محوشین کاران کشتش مهنای سریگان نو راجع نقشین بیرک جاها میتگ بازارش بچندینید نوگرهی ارسانی پدان گرمی گونوتی مهره سار توکین ترمپان چگولین دیم و دیدگان شودید سر دید سیری صوت و نازین کی منی کمبرین ابراهیم بنازینید همبلین دوست و محرمی هیشان نالگان جانسوچین بتوسینید پچ کنید چم و دیدگان چارید سیری هنا و پل و سوگاتان بوجتش دوچین بکچه بندان در کنید میره جامگا سهرین دشمن و بدواه دوین چم کور بلیتم بوی حملین پیچید گمزدین بازارا بکن وش بود جی وش سوبین باتید ای دورملک دل داغ و درد تن پوتی کمبرین چوکا وش سوبین باتید مهربانی سلامت باتید مارا یک جلوتی بانو کارینه گوره هستین بله رحیم جان دورین توارا اشکران روان وش سوبین باتید رحیم جان واجه تر درود رهبات گوشن منی عمر تی باتین تو زندگ باتید تا بلوچستان بیرکا و دولت و آیه حکومت ما بلوچستان ما بگیندیم واش باتید سلامت باتید واجه بندوی تو دیوان حاضره یا نه؟ منتوار عزیز جان ایشی که برحال لطفت کرد و این دیوان گوی وحشی شیرا یادگارین واقعا بنیاد کرد بیاد شهید اشکان. حالا تو بگه شهمیر منیم گوشم شهمیر و نمیدان و شهید هم اشکان و بخصوص که واقعا آی ماته کلیتن و دقیقا همی گفان هم منو واسه کردن گوما بعدی که من دیک وقت بعد از تقریبا 20 سال بعد از اتفاق همی دقیقا همی گفان جدن نه دور رحیم من تی دیگه من اندی تو که چه تی پتا خبر کنه اورا چه شهید ماتا و چه تی پتا این شما هر دوینا یک یادگاری په ماهشته خاندان تو که واش باته ببخش والله شما شاعر معمولا مسائل دیگه زاویه و دیگه اینه که چاره دیگه آنگو ترتب مهربانی سلامت باشه واجه دادیار من سلام درود عرض کنم دیوانا بانوکان واجه و شهده میں دیوانا میں مهمان شپی واجه رحیم بندوی این شما گنده که البته لازم معرفی نه معمولا یه شرم پجاه یاره شما شعری که واجه ایزا واند در رابطه با شهید اشکانت واجه بندوی مهندس ابراهیم اشکانی مهندس ابراهیم اشکانی ولی دیگه به عنوان کوتاه ما پهکان آیه اشکان تو ها معمولا ما اشکان معمول است ما همیشه ابرجان گو ولی ما فقط به اشکان ها دقیقا واجه بندوی و اشکان همکار بودند صد پیشن صدی که چندین ساله درست کنک بوده و حدود 25 سال پیش هم معروف افتتاح بوده و هیچ گونه استفاده هم پر مردم بلوچ نبوده. ما کلاس 8 دبیرستان گو هم دیگه روستگین و دانشگاه و تمام دوران با هم بوده، فقط دوران همکاری نه همکاری نه مهربانی ها تو باید تانه یه زمینه هم گشتر گپ بکنیم. من ما برای موضوع سرا موضوع بونگپ میں شپی ہیں دموکراسی و راجع و اتمستری سیادی موضوعی که وجه رحیم بندوی انتخاب کتا در همین رابطه گپ تران کنیم و دیوان هم معمولا بحث و
گفتگو کنم. واجه بندوی مایک شما اگه نو منی حالا ما گشت دیوان محتل نکنیم بفرمایید. برحال من سلام عرض کنم و یک کمو که هم واقعا پیلی لوٹ شیشی که تر انتظار هستد من زودتر دیوان بام بله مشموش که متاسفانه انگلیس با اینکه الان اروپای تا از نظر کرونا وحشتناکترینه، نه تنها تا اروپا فکر کنم در جهان الان دومی، ولی با وجود یک عده اجبارا باید کار برم و متاسفانه من یکی شما عده آنم برخلاف مسئله سن و نظر این مسائل دیگه در نظر بگیره کار بودم و برای خستگی دم برگم هم و دوم ایشی که بعد ضمن ایشی که برای سلام عرض کنم تمامی عزیزانی که دیوانی تا هستن برای کمابیش آشنایی با هم دیگه به شکل‌های مختلف روی موضوعهای مختلف ولی حقیقت این دیوان من یا این موضوع کنه دیوان من برای دستور واضح کرد خدایی برای مجبور بودم بزرگ پشید واقعا با توجه به روچان کاری روگ و پدا هم چین دیوان انتا مردم چیه که آمادگی که مبید برای اهمیتی که باید موضوع دیگه کمتر بید که من پهلی لوٹوں ای بابتا و برحال آنچی که به قول معروف از دل در آیت چی باشن بعد به دل نیشی ندن چون چیزی باشن برحال نو موضوع اگر بروتن گپ بکنید دموکراسی و البته واضح کرد خدایی باش وقت مستری کرد خدایی جان وقت مستری خود مختاری بید حاکمیت ملی باید بگوشین راج هم ملت بید راج مستری برای شما ترجمه کرده که یک من به فارسی نوشته دموکراسی حاکمیت ملی به این شکل ولی خب نزدیک با هم دیگه شبیه با هم دیگه اجازه بده اول من ایدا ایوتی ارزانا شما خدمت شروع کنم و ایشید که تحیید طبیعت یا جهانی هر چی بگوشین ماشا کائنات هر نام تهی بلنی ایشی بونان یک اصل علمی که ثابت بوده و هیچ نوع هیچ کس تاوایی داد ایراد نیست و باور انتش و ایشی انت که بقول فارسی ها گوشند که همه چیز در حال شدن است. حالا بلوچی شاید بگیم مثلا هر چیز در حال بدل بودن یا بدل بوانند و هیچ چیز در حال بودن نیست یعنی یکسان نه مگر حالا این مگر اتفاقا جالب بدانه که در میان تمام فلسفیان مختلف چه به قول معروف ایدئولوژیک های نظانه یا فلسفه های علمیش حساب بکنه یا فلسفه های ایدئولوژیک های دینی و شانش حساب بکنه و ایشی که یک چیزی ثابته و ایشی که قانونمندی که بر این جهان حاکمه برای کائنات و برای هستی حاکمه ثابته و بدل نبید عوض نبید در نتیجه حالا قانونگذار یا نظم دهنده دیگه همایی که موضوع بحث های ایدئولوژی های مختلف این که ماشمار کارگواهی فعلنزلی ماشمار که در مورد همین انسان های خاکی که سرمی کره زمین در تمامی کائنات روی کره زمین زندگی کردن ایشند که این انسان به عنوان یک موجودی است که تفاوتی گویا دیگه موجودات دیگه ایشند که اندیشمنده دارای فکره در نتیجه در مقابل معضلات زندگی و هستی که هستی همیشه فکر کند و راه داره بیدید اما یکی از قوانین هستی به قول معروف که همیشه پایدارند ایشیند که ادامه حیات و ادامه زندگی چیزی جز تنازع بقا نهند در نتیجه به خاطر همین تنازع بقا و هستی است که همیشه بین به قول معروف موجودات حتی یکین جامعه بیبیتن یکین کامیونیتی بیبی یکین گروه بیبیتن و چه موجودات دیگه بیبی همیشه تنش همیشه تالش برای ایشی که بتوانند از امکانات موجودی که هستن برای هستی و استفاده بکنن که خب متاسفانه گندگین در این ارتباط کلی هم در میان حیوانات در رکاب دو چکا هست و هم به شکلی در میان انسانات در رکاب دو چکا و شاید یه شکلی بگوشیم ما شما که انسان متاسفانه درنده ترین از جمع‌بندی بلوتی میچاره اما از آنجایی که این درنده ترینی که منی باشن ممکنه مثلا در حیوانات به یک شکلی باید گوشک ببینید که آیان ایشی به عنوان غریزی انتهش برای همه تنازع بقا برای هم شکل زندگی دامت اشتر منطقه انسانانی تا زندگی که برای یک سری چیزان به شکل غریزی هستن اما همین برتری اندیشه و فکر که توانت واقعا
تغییر و تحولات اجتماعی جامعه وجود بیاره و تغییر و تحولات اجتماعی وجود بیاره. اما در طول این دوران یک چیزی که به عنوان حالا من دموکراسی بلوتم به قول معروف تعریف بکنم سخته. دموکراسی تعریف خیلی دقیق هیچ کسی نتون کنه، بخاطر که یک واژه و یک کلمه این که هر حال از زوایای مختلف تان چارک ببینید. ولی من اگر بلوتون باشم مثلا دموکراسی که بوده، من میشم از زمانی که همین تنازع بقا شروع بوده در میان این انسان‌های اندیشمند برای برطرف کنگ یا درکنگ نابرابری ها بوده. بچی که حاکمیت همیشه تلاش همیشه بوده که یک نظمی بنا به نیاز در میان گروه وجود بیایده. ولی این حاکمیت در ابتدا گنده مثلا به شکل برحال شکل مختلفی دعوتی بوده که گنده از ساختارهای اجتماعی که الان بر اساس شواهد به قول معروف دلایل تاریخی اجتماعی که الان دست بشر امروزی هست، ساختارهای مختلفی بوده که حالا از زندگی اولیه بلوک انسانان بگیرین جوامع انسانی یا برحال گنده که تغییر و حرکت به جلو داریه یه دفعه گنده نظام سیستم های به شکل بردهداری باشه. وقتی بردهداری به شکل غلام مولدیه که نظام در قرن 16 و 15 به خاطر اروپایی یه دفعه شروعش کرد رفت این گران پیش منظور نه از سیستم اجتماعی میره منظور که به اصطلاح به شکل‌های جوامع اولیه بوده و چه بعدی بلوتو بگیره که انسان یک حالتی هستی که دیگه سعی کنه که از طریق به قول معروف آنچه که روی زمینه با کار وقت شروع بکنن برای زندگی بگذارن از حالت شکاریشانی که هستین گنده که مثلا کشاورزیشان وجود دارن برای زندگی که اینا قدرت مثلا در دست برای یک کسانی که دیدن بیشتر زمینانش بیشتر فلانش یعنی منظور کلا چیه که برای همین به دستیاره حاکمیت قدرت که تمام این جنگ ها برای جابجایی همین قدرت که دست که بی شکل گرفتن. اگه خیلی خلاصه هم بلوت مثلا که نگاه گذرایی بکنم بر اساس آنچه که خیلی به عنوان دستاوردها یا به عنوان به هر حال برداشت‌های دانشمندان جامعه شناس و تاریخدان به یک شکل برلیتشان شکل گندگی که این نوع تغییر و تحولی که داری وجودیه همیشه در واقع مدیون همه کسانی بودند که شما یک ضرب مثل همیشه گوشند که نظام برخلاف فارسی بیته برخلاف نظام آب شنا کردن یا ما بقول دفعه پیش من یک کلی در واقع سر همین مسئله هلی رود بنده بودتگت دیستم که نوشته که دو تا جوان دست بتش گرفته که ای که تا حالا یو سربالای رو که کلی تا حالا به قول معروف آب بارادکای رو همیشه همه کسانی که تلاشش بود که برخلاف جهت آب حرکت بکنند برخلاف نظام آنچه که به قول معروف از نظر واقعی نیته تغییر و تحولات همیشه توسط همایان در واقع مدیون همایان صداکاریانه. به همین دلیل که گنده همه کسانی که سرش تبعیض بوده یا تبعیض بوده گیشتر برای رفع تبعیض و گیشتر برای رفع نابرابری ها باید جنگ بکنند تو به هر حال و برسن به جاگایی که بتواند همه حاکمیت یا همه قدرت جابجا بکنند. به جایش که مثلا یک زمانی فرض کن در دست فرض کن بزرگ بردهدارانه، یک زمان دیگه رسید در دست نظام بزرگ کسانی که به عنوان فئودال‌های گردن کلفتند و انسان‌ها به عنوان رعیت حساب و گندگی که یک زمان همین دوران‌هایی که به قول معروف رعیتی تو زندگی عشیره قبیله‌ای هستند یک شکل‌های به هر حال بزنس لین دین و تجارت داری شکلگی روابط بین انسان‌ها گیشتری بیتن و یک گندگی مثل همه کسی که به قول معروف گیشتری املاک هستند به نظام گیشتری برحال هستیانی هستن به شکل لین دین و دادستان هستن چون قدرت گنده آشاش رو در دست آید به مرور زمان به هر حال چون جمعیت بشر هم داری رشد کنه مثل خیلی موجودات دیگه همزمان این به قول معروف یک سری قشرهای اجتماعی جدید هم وجودیه که در مقابل تبعیضات و نابرابری‌هایی که درش هستن افراد بخصوص اندیشمند همه جامعه برای رفع نابرابری ها برای رفع تبعیضات کوشش کنه برای راه در بگیرن اندیشه کنه و برای راه در بگیرن و راه در بگیرن همیشه
یعنی که همه قوانینی که من به خدمت شما پیشتر که برای یک سری قوانین هست در همین جهان هستی که این قوانین در واقع هستند و تغییر نکنند. برای ایشی که یک تغییر وجود بیاد باید قوانین ایجاد گیره. در نتیجه اندیشمندان واقعا بزرگترین تلاش همشی بوده که راهانی در بگیرن که به موازات زمان دارن حرکت کنن، در این حال خلاف زمان هم دارن نروند. و به همین دلیل هم شاید مثلا ما شما همیشه کلماتی رو داریم به کار برای کلمه ارتجاعی به اصطلاح باشیم برگشت به قول معروف به زمان، به دلیلش که یک سری مثلا گنده قوانین هست، یک سری اصول هست که مربوط به فرض 1000 سال مثلا 2000 سال 5000 سال پیش، ولی مروچی زمانی که اندیشمنده هستن که نه مروچی نیازانی تها ضرورت نیست که دیگه راه در گیره. کلا این دموکراسی که حالا برحال بعد از قرنهای نظام 16 و 17 برحال هرچند که پیشتر نامانیسته که ولی همین دموکراسی در واقع این قرنهای 14 و 15 و 16 رو بعد اینکه گشتر این واژه‌یان به کار استفاده و برحال معنی‌های متفاوتی هستیم. برحال همه جا در جهت رفع نابرابری‌ها و تبعیضات مبارزه بوده و مبارزه بوگن. و یک چیز که خیلی سخت مهمه که واقعا دانک بیدی اگر این تغییر و تحولات از درون خود همه جامعه چست نبند برای رفع تبعیضات، متاسفانه این دموکراسی که الان داره امریکن شام به شکل صادرات و واردات، یعنی کالایی نه صادرات و واردات نیست. در این سخت مهمه که مطابق با واقعیت های هر جامعه و اقشاری که در جامعه هستند روابط نابرابر و مناسبات نابرابر و تبعیض گر و به اصطلاح نابرابری کننده که هسته بودن آیان باید جاهیارک و قدم به قدم در جهت رفع همه نابرابری ها قدم چیز کنک بید. ایشی تمامانش همه پروسه به اصطلاح دموکراسی و برحال همشان هستند. ولی در کل بلوچه مثلا در بر اساس چند تاریخی که ثبت شده هستند تو رستنگ و هاشمه گندگی مثلا از قرن در واقع 17 این کلمه سخباز گشتر چیه کرده و عمدتا برگرد به ما دورانی که مثلا تا انگلیس که دوران انگلیس رولوشن یا به اصطلاح انقلاب انگلیسی مطرح هست این توشان چشکایند که مردمان همی کوشش کنگند که قدرت از دست شاه کم بکنه و بگیرند که به دلیلشی که هرج و مرد سخباز بوده، گشنگی وحشتناک بوده. بالا ما دورانه من مطمئنم که بسیاری از بخصوص نوجوانان کارتون وارتون های رابین هودیش دیستگند زانه حیال کپند گیشتر مال همه دورانم که گندیم به هر حال این تنش های اجتماعی و نهایتاً کنشگرانی که در رابطه واقعا اساس بودند و لورتگش که مثلا نقشش به فعالیت بکنن که بتونن این نابرابری کمتر و کمتر بکنن. همچنین گنده انقلاب مشروطیت 1688 در انگلیس شکل و در این رابطه که گنده یواش یواش مثلا کلمه دمو و دموکراسی و پارلمانتاریسم داره شکلگی چوشکای دیدن که گندگی که مثلا همه کسانی که انتخاب کنه بند یا انتصاب کنه بند درستانش هم از هوا اقشار بالایند جنیران حق رأی نتونه بروند تا پارلمان و نظام کشاورزان نی. حالا آیانی که به قول معروف رنگین پوستن آیان هم که جای خود داره ولی گندگی که برای چیز نهوشتی این مبارزه هست همین شکل برای دارید اما و دیگه و نهایتاً گندگی که تقریبا 100 سال بعد و برگردی به اواخر قرن 18 هم گندگی این که انقلاب کبیر فرانسه شکلی اشان من بخواد چیزی باشیم به شکل کلاسیک ثبت بوده و الا چشین حرکت ها تمام گوش های جهان بوده و بوگنز هم ولی شما تو ثبت تاریخی بوده راحتر مراجعه کنه بیتن برش گندگی که او در انقلاب کبیر فرانسه که دموکراسی گشتر و طرف پیش داری و مطرح کردن که باید هر کسی به عنوان شهروند ببینید در مقابل ناملایماتی که برای پیشرانان بوده و گندگی تحمیل اروپا رنسانس داری شکلگی مثلا همه جابجایی قدرت یا همه حاکمیت که گشتر دست کلیسایان رو نزان و برحال معابد مذهبیشان بوده و گشتری اختیار هم در واقع همه رهبران مذهبی بوده تا شاهانه ولی گندگی جنگی بین همه شاهان سر همین مسئله به اصطلاح جابجایی قدرت و آیا خلعیه بند و به عنوان سکولاریسم قول معروف یک شکلی هم از زمان شکلی دیگه دین
مسائل سیاست دخالت مکن که همه زمانان بودار تا اروپایی که جای که پیشی بمیشه که برای ادامه ودی کن تا گندگی که یک نمودی را ای وقت همین برابری طلبی ها و همین تلاش و کوشش اندیشمندان برای رفع نابرابری ها حاصل گنده انقلاب کبیر فرانسه رو بیان مکنه که انقلاب کبیر فرانسه رو اتفاقا ابتداعا به عنوان شیعتن که انقلاب مشروطیتی رو به وجود بیارن، یعنی به سبب مشروط قانون اساسی که دیگه شاه یا نظام هر که هسته حکومت مکن فقط به عنوان سمبولی بود، ولی درست بعد از 8 سال تبدیل بیتن به جمهوری برای ناپلئون هم نقش تک بازی نبیده. ایوانی که گنده مثلا شهروند مطرحی و درست ای زمانی که مثلا شهروند مطرحی ادانه که تمام افراد جامعه به جای ایشی که به اصطلاح تبعیضات قشری ببرن که یکی نظام به عنوان زمیندار بزرگی، یکی نظام برال پس از انقلاب صنعتی و انقلاب انگلیس برال معروف است که انقلاب مشروطیت بود و برال سیستم صنعتی شروع که شکل گرفت و ابزار تولید یواش بدل عوض بند برای یک شکل جدیدی بود که آرام آرام گندی مثلا یک قشر جدیدی اجتماعی هم داری درست بیته که مثلا حالا به یک شکلی اگر قبلا مثلا دهقانان بوده که گندی کارگران دارن شکل گرفتن به خاطر اینکه در کارخانه ها دارن کار کردن. در مجموع لوتنشر عرض میکنن که از انقلاب کبیر فرانسه به نظر باور من همین مسئله ایشی که چون حقوق شهروندی به عنوان ایشی مطرح میکنه که تمام اعضای جامعه به عنوان شهروند باید حساب کنند و فقط باید داره در مقابل قانون داره حقوق برابر ببن. ادانید که کلمه دموکراسی و حاکمیت مردم بیشتر به همین شکل مطرح میکنه که حاکمیت دیگه از نظام فرض کن قبلا فئودال بوده و ملاک بوده و نظام زمیندار بوده و بعدی هم بالاخره گنده که در دست امپراتوران و به شکل مختلف در دست رهبران دینی به قول معروف کلیساان دیدن تو اشان یواش یواش رسید به شاهان و شاهان بینوتش نهایتا انقلاب‌های مشروطیت به وجودیه. تمام تلاش این گیسر میشه که حرکت به سمت ایجاد یک جامعه‌ای داره پیش رو انسان‌ها احساس بکنند که با همدیگه برابرند تا ایشی که بالاخره یکی به عرش آسمانه و یکی هم در پایین یکی مطابق سایه خدا حساب کنند، یکی از مطابق مثل ولی فقیه ایران و تا نماینده رسمی خدا حساب کنند، الان نه سایه خدا. حداقل شما به قول معروف شما سایه ولی چیزی نه، من نماینده رسمی خدا روی کره زمین. جلدی که او دا همین مثلا مطرحی که قدرت الان در دست مردم به همین دلیل هم گوشن که به اصطلاح تمام باید پس منابع برابر و دموکراسی گیشتر اگر بلوتن به اصطلاح یک شکلی معنی بکنید، معنی الان چیزانی که هستن که هر شهروند یک رأی هسته و از طریق همه استفاده کنه یکین رأی وطن که توانت دخالت بکن در مسائل سیاسی، توانت در سرنوشت نه تنها وقتی در کل جمع مردمان کوهستان دخالت بکن که در نتیجه ایشی لازم است که آگاهانه رأی بدن، آگاهانه یک کسی را انتخاب کن به عنوان نماینده و پچیک و نتونن چندین میلیون یه دفعه یک جاگاه جمع قانونگذاری بکنن. به همین دلیل اینکه باید اینکه آگاه بید انسانی که رو رأی و تدانتی که بتوانت یک شخص شایسته را انتخاب بکنن که او در شخص شایسته بتوانت واقعا از حق تمام شهروندان دفاع بکنن، نه از یک قشر خاصی و نه اینکه اصلا تو بلگوی فرض کن ولی فقیه ببند تو نظرم 1000 تا آیت الله نظرم فلان هم بگوشن در شده پشم 1000 کیلو آب هم بریکی چوشیم ببند. ادانت که گنده نیاز به آگاهی، نیاز به آزادی عقیده و بیان، نیاز به رساندن نظام و اطلاعات و آگاهی به مردمشان دیگه به عنوان نیازهای جامعه‌ای بند کلا نام هیلن دموکراسی و گندگی در همین پروسه که در ارتباط با برابری حقوق جنین و مردین همیشه به عنوان یک نیاز مطرح بیدین. گندگی بعد برای جنینان هم بگه دارای رای بند و گندگی برای جنینان هم رسته که به جاگهی که الان به عنوان رهبران نه تنها جامعه به اصطلاح حتی توانایی رهبری جهانش هستن، توانند واقعا جهان رهبری میکنن و ای کاش به جای مردینان واقعا این نقش رهبریت در دست جنینان بودیم با توجه به که جنینان ماتن تا چیزی جز محبت واقعا ندارن این بودیم، ولی متاسفانه هنگت این تلاش داری رو جلو. پس بنابراین هنچه که من از که هیچ چیزی در حال شدن نه
حتی همین مقوله ها و واژه ها هم به هر حال تعریف های خاصی در زمانه خاصی تواتیش داریم و یواش دارم بدل من. حالا با توجه به قول معروف به این پیش زمینه که من به یک شکل مطرح کردشم، بیاییم شما بگردیم به جامعه مثل به هر حال درون ایران. به حال مکنه یه نکته دیگه من رو عرض بکنم، یک همین انقلاباتی که ثبت شده هستن، اینکه مهم بوده است که ایشانش ثبت کرده در تاریخ و الان هستند و تا جهان هست. ایشان دیگه از با توجه به توانایی که الان بشر برای ثبت و ضبط وقایع هسته و رو در روز به قول معروف تکنولوژی داره رشد کنه و ابزار خیلی حتی بهتری هم در واقع تکنولوژی های جدیدتری هم داری وجودیته، خب طبیعی که شما ماندگارن. همین انقلاب هایی که اروپای هم من عرض کنم که انقلاب صنعتی که تا انگلیس وجودی است و انقلاب اجتماعی که تا فرانسه وجودی است و چون تمامش به عنوان به قول معروف به عنوان بیس و پایه های دموکراسی است. اولین انقلابی هم که در آسیا بود یا در خاورمیانه بلوچستان بگیره تا ایران بود. چه فراموش نکنیم باشه، برای ایران به عنوان یک فلاتی بود قدیما و با توجه به یک فلاتی بود که این لین و دینی که بین گروه های مختلفی که زندگیش کرده بوده در آفلات، حالا برای به شکل‌های به قول معروف اما فدرال سنتی نامی بلنه یا ملوک و طوایفی نامی بلنه که هر منطقه‌ای برای یک شکلانی برای اختیار دستوتش بوده، ولی در عین حال هم به اتفاق همدیگه هم پانتگش برای امپراتوری هم وجود بیارن، چون برای نظمی که آزمان‌ها حاکم بوده به همین شکل بوده که پانتگش برای به عنوان امپراتور برآمد و تمام قدرت مطلقه دست همه فرد می‌بینی. همچون که الان قدرت مطلقه مثلا در ایران در دست یک امپراتوری به نام آقای خامنه‌ای متأسفانه. و سیستم جدیدی که منظور هست اینه به شکل وقتی که از این گونه ایدئولوژی‌ها استفاده کنه بی که قدرت مطلقه با در دست یک نفر از انسانان ببی، یک همچین مصیبتانی باید وجودیه. این انقلاب مشروطیت اتفاقا در ایران از جنبه‌های بسیار مهمی واقعا دارای ارزش تاریخی برای آن منطقه بوده، ولی متاسفانه با توجه به اینی که گنده این که همین دوران که امپراتوری عثمانی سخت گسترده بوده که حتی اروپاییان که گلایشان احساس خطر دارن کنگن و وقتش هم گلایشان توشار هرج و مرج به، یعنی متفق با هم دیگه انگلیس و فرانسه و روسیه که ما شما باید یک کار بکنید ضمن این که این امپراتوری عثمانی باید بجنین بپروشیم. ملوت شما ارجاع بدم به قول معروف هم قراردادی که پس از 100 سال اخیراً افشاش کرد، قرارداد ساکس پیکو که ساکس در واقع جنرال انگلیسی تو پیکو هم جنرال فرانسوی و یک جنرال دیگه روسی بوده گونش. اما گندگی این که به هر حال جنگ جهانی اول وجودیه و پس از جنگ در همین حال جنگ جهانیه، چون بیال مکنید انقلاب مشروط قبل از جنگ جهانی بوده، در همین دوران انقلاب جنگ جهانی است که در پایان گندگی که یک انقلاب در روسیه وجودیه. ایشان یک نوع انقلابی در همان جهت رفع نابرابری ها در حرکت به عنوان انقلاب به هر حال سوسیالیستی مطرح بود و به عنوان و به عنوان مثلا نهایتاً هم به عنوان شوروی سوسیالیستی بودن و چندین به قول معروف جمهوریش با هم دیگه ورکورت بودن تشان. ایشی از یک طرف دیگه توانت یک تاثیرات بسیار زیادی در ارتباط با همین مسئله دموکراسی، در ارتباط با همین مسئله برابری طلبی و تبعیض زدایی نقش داشته و زندگی در بحبوحه جنگ جهانی دوم که چین هم تا یک انقلاب دیگه اود رو خودند، انقلاب اجتماعی رو خودند و نهایتاً آینه به مدت خیلی کوتاه فکر کنم 10-11 سال گشته نمیتونن که ماچیان کاشک به عنوان رهبر به اصطلاح چی بیتین به یک سیستمی بیتین که حالت چی بیچه باشن که ما مشروطه به اصطلاح حکومت مشروطی بوده بی، ولی نهایتاً حزب سوسیالیستی، حزب کمونیستی چین و کلا ماو رهبرانش برنده رو و نهایتاً برای بودن به عنوان یک حکومت سوسیالیستی خودش مطرح کنه. منظور ایشی که در کل این انقلاباتی که هر کجا دارن بند به خاطر همان رفع نابرابری ها و تبعیض زداییانه. در یک همچین بحبوحه‌ای گنده به هر حال خاورمیانه پس از پروشک یا در حال پروشک امپراتوری عثمانی گنده که یک سری مصیبتانی به وجود هستن که متاسفانه بسری مصیبتانی که به وجود هستن و پیشش یارتن که به طور مشخص مهمترین
تنش یا چالشی که بوده در واقع بین همین سه تا قدرتمند، یعنی از یک طرف فرانسه و انگلیس در نظر بگیریم و از طرف دیگه روسیه در نظر بگیریم، به خاطر تنش هایی که بین همشان بوده که گندی تک تک کنگان داره وجود یا و گنده که مثلا بلوچ معلوم بحث کنه که 3 کشوری تا کردان بحث کنه که من 4 کشوری تا عربانی که مثلا همون منطقه تام هستند به هر حال به دلیل هم رود کارون یا نزدیک شط العربی که به هر حال هستند هم بودا گندگی که هم در واقع بحث کنه که بعد هم یدیم آدیم هستند به شکل طبیعی هم محدوده شط العرب یا کارون به قول معروف بعد از آن این مرز جغرافی وجود دارد ولی گندگی که شان هنچ به این شکل کنه اینند و نهایتا رسن به اودان که و بخصوص انگلیس که در پایان جنگ جهانی در واقع اول وقتی که بیتنتریشان و گندگندن که رقیب سابق انگلیس که امپراتوری روسیه هستند به شکل آوازی شبیه ودش هستند و رقابتنش با هم دیگر هستند ایوادی و بسیر بکنیم به دلیلی بوده یک سیستمی وجود دارد که وقتی سوسیالیستی کمونیستی حساب کرد و در مقابل به قول معروف سرمایه‌داری قرار گرفته شد. ادان است که اشام متاسفانه تصمیمش که و دستاوردهایی که بودن تا سلات ایران یا تا کشوری که بعدا برای تشکیل و دست قاجاری ها زمان گذشته از انقلاب مشروطیت شکل گرفته کودتاش بود و پس از کودتایی که گندی اصلا چهره آن منطقه به یک شکل دیگه عوض میشه و کسانی رشیار بودن که گندگی دیگه به جای دستاوردهایی که پس از در توسط یک انقلاب نسبتاً دموکراتیک که همه چیز نسبی این بیال مکنه مطلق متاسفانه هیچ کجا وجود نداری نسبتاً دموکراتیکی بود وجود شیارتگتا جلوشش گرفتن و تبدیلش بودن به عنوان یک دولت یک ملت یعنی دقیقاً همه موقعانی که دوران شکلگیری ملت های یعنی انسان به عنوان مبارزه کنه به عنوان شهروند در هر جامعه قرار بگیره تبدیل بعد به یک سری تبدیل به افرادی که در جوامعی مثل نظام که بعدا به هر حال بلوچستانش پاکستان نوکین مثل تولید یافته این که نوکین به قول معروف بردگی کشور کرد این به قول معروف پرژیا سابقش کرد ایران و این بخشم این قرار گرفت و برای مرزانی که کشتندش بین ملیت هایی که دور تا یا ملت هایی که دور تا دور به قول معروف ایران قرار هست گرفتگتن نسبت به مرکز که در حاشیه هستن توکرش بودن تک تکش بودن و علا یک زمانی که تا یخت رسته ماشما بخصوص و در باید روشن که نتوانتی آن موقعی با توجه به از یک طرف ناتوانیان و از طرف دیگه زبل و زرنگی ها و زیرکی ها و به قول معروف برنامه ریزی آنچنانی که ابرقدرت های جهانی ها زمان هستند نهایتا ماشما هیچ فرصت دام متاسفانه و رسته الانی که مردم واقعا متوجه به وقتی گندی مثلا در قرن 21 فرض کنم هر موقع خیال که واقعا دخترو که بوده رفته به خاطر آب که آب بزرگترین چاهورده خواه گنده گاندو این که یک گوها رو که چه باید رو ویشی باید مجبور ببید که به اصطلاح دیگه گوها رو که برو دست بگیر کشه به نظرم دنیای انسانیت باید تکان بداده و حتما تأثیری که باید ببیدی هم هشتگی و هلیت هم ولی ایشی گندیت مردم که تا چه اندازه واقعا حتی الان در قرن 21 به چه مصیبتی ما گرفتار هستیم که یه باید برای تنفیات باید بین کودک و بین گاندو باید جنگ ببینید تا بتونه بالاخره تنفیاتش رسید در یک همچین شرایطی است که ما الان گیر کفتگی در میان حداقل به قول معروف 3 تا کشور و متاسفانه مدت بسیار طولانی هم گذشته و در طول این مدت ما به جایگاهی رسیدیم که حاکمیت ملی یا به قول معروف قدرتی که باید در دست مردم بلوچ بودی چون مطمئن به حتی اگر چنانچه نظانا فرض که آدم خان کلات به عنوان شاه بودیم یه دیمان نظانا دوست محمد خان به عنوان شاه بودیم و به یک شکلان دیگه بودیم و حتی بتوانتنش واقعا یکیش بکردیم منظورش اینه حتی یک سیستم شاهنشاهی به قول معروف مطمئن ببین که اگر پروسه طبیعی تغییر و تحول هلک بودیم به عهده بلوچان مطمئن ببین ما با توجه بیشی که بلوچستان این همه امکانات به قول معروف طبیعی هستند چه زمینی بگیرین چه دریایی بگیرین
و با توجه به که حتی با تمام که یک منطقه خشک نسبتاً، ولی در این حال از نظر کشاورزی هم یک سری ویژگی خاصیت مطمئن داریم که اردن هم برای برابری طلبی و برای رفع تبعیض در مقابل نابرابری ها جنبش های اجتماعی چسته بودن. این و در کل پایه و اساس و بنیادی که اگر ما شما واژه دموکراسی داریم به کار بریم جنبش های و نه جنبش های تکی فردی، جنبش های اجتماعی هست. افراد، شخصیت ها که توانند واقعا نقشش میتین تاریخ دا زمانی توانند واقعا خدمتگزاران خوبی بودن که بتوانند ماهیت جنبش ها رو درک بکنن و بتوانند به قول معروف دور اطراف و تشریح توجیه بکنن، تشریح به قول معروف تحلیل بکنن و بتوانند بنا به همه تحلیل از اشارات خاص دوتش بتوانند راه مناسب دست طبعا تاثیر گذارن و مطمئنا اگه همین مروچی زمانی که تا نظر ما هم کینگ و پرنس بودین، ولی مروچی کینگ و پرنس هم مثل مثلا انگلیسی تا به عنوان فقط سمبل تا، نه به عنوان قدرت مطلقه بود. یعنی منظورش اینه که بلوچ بالاخره تانتی و سر الان به عنوان اعضای شهروندان یک سرزمین حساب بکن. شهروندانی که در واقع تمام باید داره حقوق برابر ببند در مقابل قانون، ولی متاسفانه با گندگی که پس از گذشته 100 سال و در قرن 21 میتا هنگت مردمانی وابستگی نسبت به قبیله گرایی و همخونی احساس کنند که توانت از یک سری مصیبتانش نجات بدن و هنگت و تر لحچه نگم به همه چیم. به دلیلشی که اختیار و قدرت و حاکمیت در دست مردم بلوچ وقت نبوده و هنگت هم نهیم. و به هر حال با توجه به اینکه که نتوانیم ما حاکمیت ملی و دموکراسی، جنبش های دموکراتیک از همدیگه جدا بکنیم و نتونه باشیم واقعا که به قول معروف از نظر اولویت کجای اولویت بوده و کجا دیگه در درجه دوم قرار بگیره. ادامه که ما گنده همین الان هم به خاطر همین حقوق دموکراتیک واقعا سیالن، یعنی تو نتونه بگوش که حقوق دموکراتیک به قول معروف 1 2 3 4 اشانه. زندگی به مرور زمان هر چی زمان داری جلوتر رو، هر چی که جامعه پیشتر روتن گندی مسائل نوکین وجودیه. برابری نظام حقوق کودک وقتی که مطرح بیتیش هم به عنوان یک از حقوق دموکراتیک به این به اصطلاح فرصت مناسب برای تمام باید وجود بیاد که نظام زبان مادریش باید وانی نگیتن، نظام حتی الان اعتراضی مثلا به حق محیط زیست هم به عنوان یک حقی که واقعا تبعیضاتی که دارن قائل و مثلا الان در نظر بگیریم ما دریاچه هامون خشک بود یا خشک بوگند به دلیلی که به هر حال قوانینانی که آپنوکه هستند و از کنک نبودتگتند. حق دموکراتیکی که مردم منطقه زندگی کننده اطراف هامون هستند فراهم کنک نبودتگند. حق دموکراتیکی که مردمانی که دور اطراف حلیل رود زندگی کنند و نهایت حلیل رود و گمپور رودشون پهکنهای مثلا تا جازموریان دارن و چند که او داری جازموریان یک مبدأ تمدنی در تاریخ بشریت بوده و براوتی الان که زندگی مثلا آثار تاریخی تمدنی چندین هزار ساله 5 6 7 هزار ساله دارن در گیرن ایشی به عنوان یک حق الان در مقطع کنونی هستند که به عنوان یک حق دموکراتیک مردمان بوده دارن زندگی کنند. حق تمام آن موجودات زنده‌ای که بودن در آن محیط و در آن شرایط مثل زیست محیطی و جغرافیایی توانتگش ادامه حیات بدن و الان رستگن، یعنی الان تثبیت بودن در نتیجه از برای بین روشن که به عنوان یک حقی کلا لطف شده باشن، یعنی در واقع حقوق دموکراتیک نتیجه فعالیت ها و هم حرکت های جنبش های به اصطلاح اجتماعی به شکل های مختلف هستند و اشان به عنوان یک بخش جدایی ناپذیر در این قرن به قول معروف 20 و 21 از حاکمیت ملی هست. به همین دلیل الان ما بلوچان فرق نکن در هر توکری قرار گرفتگی ضمن این که باید مبارزه بکنیم برای به دستیاره حق حاکمیت ملی و که این راجمستری یا حاکمیت ملی دست ملت بلوچ وقت بیتن تا بتون سرنوشت تعیین بکن، همزمان هم دارین برای حقوقی که به عنوان به اصطلاح معیارهای دموکراتیک ماش مطرح کنین، هشکتگین گوشین هشکتین برین لمسش کنین نشان که از جمله برابری حقوق جنین مردین در نظر بگیریم ما شما
از جمله اندوکو با توجه به وضعیتی که بوده از نظر آزادی عقیده و بیان، به هر حال آزادی مذهب و شان که هستند شام، به اضافه ایشی که فرصت های مناسب ایجاد کنک برای تمام مردمانی که هستند بوده برای زندگی کنک. این تفاوت ها و نابرابری های زندگی که بین اقشار و طبقات اجتماعی هستند و مطرح هستند بوده داره پیش من چشم سخت مهمند که اشانی سرا هم ما چاره اینه مجبوره و شی بونان یک نیاز و بونان یک ضرورت زمان است که الان بلوچ فعالان و بلوچ اکتیویستان کوپوان سرا کفتگیشان که فرق نکن چی جنیم بن چه مردیم بن نولو در کل من بلوچون که بران کوتاه بکنم و گیشتر وقت نگرم با توجه شیک و مطمئن و وجه کت خدایم گوشه که از این بعد بلوچی حتما شما رو بعدا هم سهیه کن بگوشید که کوتاه باید بگم برنامه نباید بیش از 1 ساعت و 1 ساعت و نیم بگم. در من فکر کنم شاید بهتری شیوی که من که بران کوتاه بگران هم دام و شاید هم جنبندی نهایی و کوتاه ایشی ببین، یعنی بلوچ آخری هم بران رو بکنم ایشی است که جامعه ایران الان و حتی جامعه پاکستان در نظر بگیریم در کلا جوامعی که به ما بلوچ الان تاش برطرف نیست، هرج و مرج و فساد به اوج وتی رسیده. یعنی در واقع از یک نوع از هم گسستگی و در هم ریزشی در میان این کشورها داری شکل گیرد و بلوچی هم باندتن در هر صورت ملت بلوچ باید این آمادگی ببینن که بتواند با توجه به نیازهای دموکراتیکی که هستیم و با توجه به ایشی که ما نتونیم با نیازهای دموکراتیک وقت واقعا در میان افراد و شهروندان ملت بلوچ جامعه بلوچ برسیم مگر این واقعا حاکمیت ملی به دست ما وقت ببی لازم است که باید به قول معروف پیشبینان لازم برایت بکنن که لحظه های حساس تک بازند که ممکنه پیش بیاند و باز هم همه کاسهای سابق ببن که ماشوا پیرترم گفت که تک باز چه فرصتانی واقعا بودتگن که دست رفتگن به دستلک وستگینان دستا شدگن نسل پیشین دستا شدگن این دورانی که به قول معروف انقلاب بهمن هم بود و انتظارات زیادی هستند که به قول معروف دوره مثلا آموغا با عنوان جوانان و دوران شدیداً در تلاش هستند که حد اکثر بهره برداری ولی با توجه به نبود تجربه با توجه به ایشی که واقعا استبدادی همه شاهد دوران تا حاکم هستند که این آگاهی ها نتوانتش ببرن و در کل الان در واقع این نزدیک 50-60 سالی تا کل تغییر و تحولات دیگه موجودی هست که در سرعت آگاهی رسانی در نظام جلوگیری از سانسورها در نظام توانایی ایشی که مردم و در هر کی سریعتر و بهتر توانند سازماندهی کنه الان فرقش بوده. به همین دلیل الان سرعت تغییر و تحولات مقابل مقایسه نه نسبت به گذشته. بنابراین ایشی سخت مهمه برای ایشی که ما مردم تحت ستم و تحت استعمار بلوچ بتوانیم واقعا به حاکمیت ملی که حق طبیعی و تاریخی ما در جغرافیایی که میگوستگی به عنوان برای بلوچ و در سرزمین به عنوان بلوچستان مالک بودن تو هستند و الان در دست گرانه ایشی باید با طرف یک شکلان سازماندهی بکنه که آمادگی ما رو ببینید و ما اگر خیلی به قول معروف روکتر بلوچ خبر بکنن در رابطه و بدون ایشی که یک همچین نظر نامی چیه بیلن که بگوشی مردم مکنی هبران چین جاگان ایشین برای ما بلوچی یا ملوچی فعالان بلوچ متاسفانه الان چندین دسته هست از نظر فکری نباشه مثلا با هم بگه چند دستگیانش بخاطر یک سری درگیری‌های شخصی فلان نه از نظر فکری از نظر تفکری چندین دسته ای حالا در ارتباط با همین مثلا حاکمیت ملی و دموکراسی هر یک که روش‌ها خاص و پیش هست و متاسفانه با توجه به صدمه‌ای که ما البته خاص فقط ما مردمان بلوچ نه متاسفانه در میان مردم ملل ساکن دیگر منطقه امیسالات ایران هم هستند چه حالا عربی بگیریم کرد بگیریم فارسی بگیریم و ترکمن بگیریم هستند شاید که تمام ما این چیزی که هم هستند نشان مثلا نوع تفکری که برای حل این معضلات هستند تفاوت هستند نشان چی بونه یک نیازی که ما باید واقعا یک نوع
قطب‌بندی خیلی مشخصی بکنه توضیح. در نتیجه سک مهمه کسانی که دارای افکار نزدیک به هم هستن تا جایی که دستش رسید تلاش بکنند در جهت یک بوگ و وحدت بوگ، ولی حتی اگر چنانچه در جهت یک بوگ و وحدت بوگ هم به معروف نتوانند برسند، اما شی به عنوان یک نیاز زمان الانه که در فردای اتفاقات ناگهانی که بکپی یک دفعه دتون پچمکتی و مگوشتنشا همه گروهانی که افکارش با هم دیگه هستند با هم دیگه هر یکی بتونن واقعا بتونه وحدتش بیتن، حداقل بتونه یک ائتلاف واقعا قویش بیتن با هم دیگه و این ائتلاف هایی که در ارتباط با هم تفکرات هستن بتونن به موازات همدیگه حرکت بکنه، به قول معروف یک شکلی هم هوای همدیگه رو داشته باشن و در عین حال هم در لحظه حساس دیگه نبید که آیان اختلافات باعث ببخشید من خبر کنه، ولی معیار که دقیقاً چون شدیداً مثلا حساس و دقیق است. همه موقعی که کردستان عراقی تا اتفاق افتاد یک درگیری وحشتناک و خونینی بین دو تا حزب واقعا کردان بودن که سخن از چند ده هزار نفر به قوتش هم دیگر جت توسه. ما بلوچ هم باید این توانایی ببینیم که تجربه بکنه گذشته اینانی که برای هیچ کسی نتون چرخ دوباره تولید بکنه. چرخ تولید بوده، چرخی که الان تولید بوده و گردن و برای به شکل مختلف داری در تکنولوژی استفاده بیتن چون ما اشان باید بگیر دینیش و برای ازشان سعی کنیم بهتر و بهتر کنیم. بنابراین این سک حیاتی و مهم که این قطب‌بندی ها باید شکل بگیرن. ما بلوتی نهایتا هیچ چاره جزشی نیسته و بین همین قطب هایی که هستن با هم دیگه اگر مثلا به موازات هم دیگه حرکت بکنه متاسفانه رسید بعضی وقت اما همین جاگانی که دیم پدیم چو قرار بگیرن و به جایشی که به اصطلاح دشمن بزنن داغون میکنه و نابود میکنه که زودتر و قول معروف و حقی که واقعا به دنبال هستن که حق مسلم طبیعی و تاریخی برای بزدگی بلوچانی که به ترامپی آب یا نزدن پا یک کیسه برنج مجبور به تحت ماشینانش یکم بسو چند آتش بگیرن یا نزدن آب گاندوان بتونه بورن تششان و یه نزدن مثل فرض که ایشانی که تا یه استانانش قرار داده مثل هرمزگان و خراسان و نزدن کرمان این در واقع بدبختیش بکشن که این کورانش هم ببنده که میلندش و آبان به قول معروف یعنی تکنولوژی استفاده بکنه و همین آب سربالا ببرند و چیر تونلان ببرند به طرف مرکز ایران. فکر کنم که برام تمام کنم شاید تحت پرسان از زوایای مختلف این موضوع کمی که گهتر و بیشتر و بهتر روشن‌تر کنه بیته. من ندارم محمد جان اگر چون تو فکر کنه من بود رتبه ادامه بدم ولی حالا کافیه بیچارن که در وسط بحثا چطوری جستیا مهربانی ما وشات گوشه نوکی مردمانی که زوم آیه هنچوش که مردمانی که اینستاگرام آنلاینند البته فعلا کسی دستی برز نه ولی من اگه بکنم این بحث ها یا مقدار پچ بکنه و تا زمانی که مردمان دست برز کنه یک جستی من هستیم با توجه به گپانی توکو و با توجه به بونگپی که ما شما هستین دموکراسی و راج و مستری سیادی. حالا ما الان در کشورانی قرار گرفتیم که بلوچستان هم ایران و پاکستان و افغانستان در این ملکان دموکراسی نیست. این می تکلیف چیه؟ ما با صبر کنیم تا دموکراسی ببینید یا دموکراسی مبید یا چونکان که یعنی در همچه شرایطی بلوچ تکلیف چیه؟ چونکان تی فکر و خیالا کجا نیم حالا من خیال اشیند که جست خیلی خوبینه اتفاقا ما مطمئن و شاید حداقل از این به بعد یک کسانی که دیوان تعطب و هنگه بقول من دوستش نیسته پس از این سوال مشخص شما که سوال بسیار بجایی مجبور من برحال جست بکنن تو به چالش بکشن تو برحال یک شکلن چی بیشن بسیار بحث سر اشیند که ما اگر واقع گرا و واقع بین ببینیم باید ویتی راه حلانا ویتی کارکردانا بر اساس واقعیت ها و بر اساس چیزی که کمک بکنه به ما و بهتر دیما رو به چیزانی و در این حال هم هیچ چیز فقط به عنوان سیاستی مچاری. اگر چنانچه فقط همه چیز به عنوان دو تا رنگ یا سیاه یا سفید ببینید متاسفانه گوده
ادام بازی رنگان دیگری هستن که ما ممکنه دستش بدهیم و همچون که داتگ هستیم پیسه را ایدن ایشی سک مهمه که زانک بگید که آیا الان در ایران باشد اجازه بدن فعلا در مورد ایران گفت کنار که بحثم دیگه را بلیم کنم آیا الان در مورد ایران هستن واقعا فشارهای خارجی برای ایشی که تجزیه بکنن پروشنتی یا نه برای هر کسی یک جوابی هست هر کسی یک پاسخی هستن پویتی ولی آن چیزی که تعیین کننده فاکتورها و مؤلفه های درون خود ایرانه عمدتاً و به طور غالب یعنی تعیین کنندگی به مؤلفه‌ها و فاکتورهای درون خود ایرانه درون ایران چی هم فاکتورها؟ درون ایران چی هم فاکتورها؟ عرض کنم چیزی که در واقع الان رسته به جاگاهی که هر کس تلاش می‌کنه که به یک شکلی به هر حال برای نجات و در واقع به یک شکلی به هر حال ما رو دست بگیرید درب که این چیزی که هسته ایشیه که مناسبات حاکم در درون ایرانند که ایران به سمت تجزیه پیش برن به سمت چون باید پیشی برن نه من بلوچ نه نزان کرد و نه ترک و نه فلان و نه اینکه نزان فرض کنید کشورهای همسایه لوتن ایران پروشی و نه حتی قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای لوتن پروشند به همین دلیل ایشی سک مهمه که ما این باوریم ببید که تا زمانی که جمهوری اسلامی یا هر نوع حکومت تمامیت‌خواه دیگری که در درون ایران ببید ایشی سرنگون مبید احتمال ایشی که من بلوچ من کرد من فارس من ترک یا دیگه واقعا سرنوشت دست وقتی و به عنوان انسان بتونی زندگی بکنی ایشی محاله بنابراین ایشی سخت مهمه زانک بیتن که اگر چنانچه این نوع استبدادی که در داخل ایران هست و این نوع تحقیر و فشاری که در داخل ایران در این شکل ادامه بکنه ایشی وقتی نهایتا رسید فرموده اصلا شک مکنشی بالاخره از درون پرشید نه اینکه از درون به قول مرد کسی از درون پرشید ما رو باید تشیم آمادگی بدیم اما در عین حال باید قدرت هم حساب کنه و توانایی باید حساب کنه ایشی هم سخت مهمه که ما اگر چنانچه بتوانیم توی برنامه چقدر تنظیم بکنیم که کمک بکنیم واقعا به اتفاق همدیگه به خاطرشی که نه بلوچ تنکایتون تی حکومت سرنگون بکن در بین روا و نه فارس نه کرد نه ترک نه فلان در نتیجه ما باید تمام تلاش ایشی بتوانیم با انسان‌هایی که واقعا دموکرات با همه معنی که واقعا برای ایشی که یک زندگی شیرین رو لمس بکنه حس بکنه و لذت ببره همه باید این که تو بگنده تحت برابر هم همه این که تو بگنده تبعیض نید آقایی که به اصطلاح الان به عنوان فرض کن بزرگترین سرمایه‌دار حالا بلوچستان ببین یا نظرم در داخل تهران ببین یا نظرم داخل کردستان ببین ماشین سوار آخرین سیستم ماشین و سوار و خیابانان هم گازن آفیم که به اصطلاح اگر یه جاگه ترامپی آفه که بل آف بریچیت نظام تمام داغم میکن برای فرق نکن که آیا همین حکومت بمانید برای فرق نکن که به اصطلاح همین حکومت هستن در اینجا گیشتر ایشیند که ماهایی که به اصطلاح واقعا تمام دستیم پایین تره و کوتاه تره همین تلاش بکنیم با انسانهای از فارس ها و با انسانهای از جوامع مختلف دیگری که هستند تلاش همیشه ببینید که تغییر بنیادی و اساسی در درون همین ایرانی که الان مجبوری که بمانید هیچ کس به دلکش نمانده متاسفانه ما به دلکش بیونش ورنه ما رو تاریخی هستن که وزانه اشغال بوده در نتیجه من ولکه کلان شیر بوشن شاید به یک شکلی معنی و طالب بدم در پاسخ مثال شما اگر چنانچه انقلاب مشروطه که در درون ایران بود تگرد با کودتای انگلیسی های بین مرفتیم و به قول معروف همان نوع سیستم ایالت های انجمنی ولایتی بودن من در قول دارم که مروچگی روچتا پس از گذشت نزدیک به تقریبا 40 سال 160-70 سال 80 سالگی مروچگی روچتا وضعیتی که بلوچستان هست از اسکاتلند بالاتر است و از نظر حقوق دموکراتیک مطمئن بوده که مثل اسکاتلند هم که حقش داد که رفراندوم کنه بودش لذا اشی از نظر یعنی ببینیم پاسخ کوتاهی میشه ما دی برنامه طوری باید آماده بکنه در شرایطی که مثل حکومتانی در درون ایران هستن و به این شکل تبعیض‌گرانه دارن کار انجام میدن و تی سیاستان بر مبنای
انسان دوستی محور باید محور انسانیت ببینه. در نتیجه سیاست های تنفرزایی که ایجاد واقعا تنفر کن بین انسان بچه انسان متاسفانه تفاوتی نیست. بلوچی یا بعضی کشاورز به قول معروف فارسی بیبی یا بعضی کشاورز نوری که فلان جاگاه بیتن و بعضی کشاورز بدبخت بلوچی بیتن یا آیی که بوده نزان آت نیست و مجبور برای آفشن تمام در یکی با هم دیگر. به همین دلیل سخت مهمه که ما بلوچ هم بتوانیم و کسانی که اسم بلوچان تحصیل هستن بتوانیم تا جایی که امکانه حد اکثر سپورت و حمایت به دست بیاریم و از که از مردم، به دلیلشی که نهایتا یه در همشکرندگی درون ایران توسط مردم بیده، توسط توده های مردم بیده. الان قدرت تعیین کننده در قرن 20 و 20 هم پیش داشت، ولی در قرن 21 به طور مشخص و هر چیز زمان داره دیماتر روشی داری پیش داری که قدرت نهایتاً مال توده های مردم آن اکسوان اعمال قدرت بکنن و ایشی بستگی است فضا و جامعه چنگ دموکراتیک ببید به همان نسبت توان ابراز قدرت مردم هم دیماتر. اگر چنانچه در ایران دموکراسی بودیم مطمئن به که مروچی که روچته ها یا حتی همین دورانی که به قول معروف انقلاب بهمن اتفاق کردی پشت وجودیت مطمئن به که آوردی بلوچستان تا وجود به اصطلاح بروکراسی اداری خاص وجود هم هستند، نیروهای امنیت خاص وجود هم هستند، نیروهای نظامی خاص وجود هم هستند تا یک همچین شرایطی خیلی راحت‌تر توانتی بیشترین قدرت در دست بگیریم و حتی در حد استقلال بودیم. بنابراین سخت مهمه که ما مسائل واقعا جهانی که هستن، مسائل منطقی که هستن، مسائل در درون خود ما بلوچستان که هستن کوشش بکنیم ایشان درک بکنیم، بفهمینش و بعد در این حال شرم باور بکنیم که دموکراسی آسمان نکفی. یعنی بین بلوچی که در بلوچستان هستن الان ماشمار اقشار مختلف مذهبی ہے، اقشار مختلف تحصیل کردان دانشگاهی ہے، اقشار مختلف برحال کسانی که سر بانه نیروی دموکرات حساب کنن، ایشان تمام هستن و روی همه کره خاکی و تمام بخشی بانان جغرافی بلوچستان داره زندگی کنن. در اینجا مهمه ایشی که ما بتوانیم چطورکا یک نوع به قول معروف حمایت، یک نوع همبستگی در مقابلی خواستانی که داره مطرح کنی بتوانیم وجود بیاریم و نهایتا مردمانی که دارن در واقع تغییر و تحول وجود بیاره. من متاسفانه من فکر کنم نتونم خیلی دقیق سوال تر جواب بده، ولی خوب است که در واقع تو وقت میشه یک کم بحث بکنیم. مهربانی. الان کسی دستی برز نه، من البته خوشحالم که دست از برده ظاهرا که معمولا گشتر موافقن شما گپا یا اینکه جستی خاصیش نیست در یه زمینه. البته شرایط معمولا فرق کنند، چون مشکل ما در واقع مشکل درونی جامعه بلوچستان نه با شکلی، مشکل ما مشکل حاکمیتی که داخل ایرانه در واقع. یعنی اگر ما بتوانیم حاکمیت وقتا به دست بیاره متوانه راحت مسائل درونی جامعه وقتا حل بکنن. قشرهایی که در جامعه بلوچستان هستن من فکر میکنم باز چندان مشکل ایجاد بکنده. تا تو مستمره واقعا نتونه هیچی بکنه. ولی مشکل این که ما با توجه به شرایطی که هستیم این که اپوزیسیون گجر که مخالف جمهوری اسلامیه، یعنی با شکلی که مد نظر ما حق حقوق دیگه ملت ها رو نمانند و زمانی که حق حقوق نمانند یعنی خود به خود جامعه به طرف دموکراسی حرکت نکند و ادا همه شیوهی که جمهوری اسلامی هستن شیوه قدرت و سرکوبه و شانی که مخالف جمهوری اسلامی ملت حاکم یا مرکزگرایان در واقع لحاظ فکری همین تفکرش هستن. یعنی آن لطفاً فقط جمهوری اسلامی کنار برو، آیا حاکمیت رو بگیرند و هیچ گونه حق و حقوقی به بقیه ملت ها مدهند. یعنی نتیجه ایشه که به طرف دموکراسی حرکت نکنند یا اعتقادش به دموکراسی نیستن یا به حق و حقوق مردمش هم نیستن و ادا در واقع مشکل وجود داره که چونکا ما بتوانیم که با تیم مسائل مشکلان حل فصل بکنیم. اگر چنانچه
البته خوبیه که ادان هسته بلوچ تهنا نیند ادان مثلا بلوچ مثلا کرد عرب ترکمن لوره شام په همین مثلا الان گیلانیان که شمال ایرانن یه شاد تمام دارای یک مشکلی هم و شین توان کمک کنته به مشوی مسائل مشکل هم توان یه مقدار کمک بکنده که یک راه حل مناسب تری برسن به جای اینکه جنگ و جیره مزنین ببودن که پاک ایوان بروتن وجه اشکانتی دست برزه مایک تیگین بفرمایید توی جوستا بکن 3 دقیقه منتوار منی صدا ودیه؟ توار هستن منتوار منی سوال و نقطه و یه سوالی منی شیه این که هنچو که شما گوید تا در ایران دموکراسی میه بلوچان نتونه تا زمین و وقت مستری بکنه و تی زمین و تی کشور و تا بله دیر یا زود هنچو شما هم قبل گوه جمهوری اسلامی پرشی چه چیزانی هست که بتونه در آینده یا در این پروسه که رویگه استفاده بکنن که هنچو که انقلاب که بود مردم ها شایش درکو که یه بهترینی بیارن دموکراسی بیارن دیست بدترین چیزیه چه چیزانی هستن که یا دیگه بدترینی میتن یا حتی تا این راه که مردمان گو هم کار کنه یکی چه عمدن یا غیر عمدی این مسیر این فعالیتان مردمان گمراه بکن منتوارم سلامات به اشکال جان چیزی که در سک مهمه این که برحال ما بحث سخن از دموکراسی داریم کنی نشان شید که اگر قدرت سیاسی در دست یک فردی ببید که یک دست یا در دست یک الیت خاصی ببیدین به عنوان قدرت مطلق در دست آن فرق نکند حالا خمینی و خامنه ای بیاین جای رضا شاه و محمد رضا شاه و یا اینکه به هر حال باند کوشی به طور مثال فرض کنید مثلا یکی از رهبران مختلفی که به هر حال هستند ایشان ولی همه بینش تمامیت خواهیش بودید زمانی که حکومتگرانی که حکومت لوتند بکنند قدرت در دست یک قشر خاصی ببینید یا در دست یک فردی ببینید نماینده یک قشر خاصی ببینید متاسفانه نتیجه چیزی جز همیشه نبینید که الان نسل‌های پیشین و هم نسل‌های الان دارن در واقع لمس کنگن حسی کنگن حالا هرچند مثلا نسل الان فرض کن نسل گذشتهش ندیسته ولی با توجه به اینکه که الان سختیانی که دیستگانتش مقایسه شکنن و تمام سیستم گذشته دفعتا یا هم رسن که لازانو برحال گنده که مثلا 4 دقیقه بیتن بودن که چه شکوان بیایالان کنتن رضا شاه روی شاد و ولی واقعیت اشانند که سخت مهمند که همین الان آیانی که به عنوان نیروهای فعال سیاسی و اپوزیسیون هستند و به شکلی هم پایگاه‌های اجتماعیش در میان مردم هستند به همه توافقات برسند که این قدرت به دست یک فرد خاص یا به دست یک قشر خاصی نباید درک چون اگر درک بی پدا همین آشو همین کاسی رو حتی ممکنه شکل بدتری بگیره به همین دلیل است که ایشی فکر مهم است که یک از اپشنانی که ملیت‌های مختلف درون ایران که برای تمام ایرانیان تحت ستم ولی برای ایشانی که به عنوان ملیت‌های تحت ستم هستند ستم مضاعف درش بوده و بوگه و واقعا مثل مستعمره در زندگی نگهشون
ایشید که خواهان یک برگزاری یا استقرار یک نوع سیستم غیر متمرکزی ببند که هم قدرت سیاسی و هم قدرت اقتصادی باید بحر کنک ببینید، به جاهای مختلف برسید، به جاهایی که برحال به شکلان مختلف ویژگی خاص تاریخی و جغرافیایی شانش هم هستن، حق انتش تاریخا هم حق انتش باید ببینید و وانگهی و هر یک که ایشانی که تا مناطق وطش هستن باید سرنوشت وطش در دست وطش ببی و وطش بودا برنامه در ارتباط با زندگی مردمان همه منطقش هستن. نمونه های مختلف الان زیاد و دنیای تا هستن. یعنی بحث در ایشین که ما یک موضوع خبر نکنگیم که این موضوع فانتزی و تحت ذهنه. نه، الان خیلی از کشورهای جهان که به اصطلاح به شکل‌های مختلف استبداد درش حاکم بوده و برحال پس از مبارزاتی که انجام دهد بوده سیستمی که حاکم کنک بوده تبدیل کنک بوده به یک نوع سیستم دموکراتیک غیر متمرکزی و همین سیستم دموکراتیک غیر متمرکز به شکل‌های مختلف به شکل فدرال دارن الان مطرح کنند شان. در واقع اگر چنانچه حکومت آینده ایران دولت مشترکی دولت مرکزی به عنوان یک دولت مشترک مریتن که متعلق به تمام در واقع واحدهای حکومتی که به عنوان همه سیستم غیر متمرکز هستن ببینید، مطمئن ببینید که دولت یک ملتی بید. به همین دلیل هم تحت ایران ما الان دولت های مرکزی ها متاسفانه به یک شکلی داریم باشیم که دولت های فاسدان هم، به دلیلی که یک دولت نمایندگی کنته یک سری از مسائل خاص اقتصادی، سیاسی، هنری، فرهنگی، ادبیاتی و آن چیزی که دولت‌های مرکزی پس از انقلاب مشروطیت تا الان چه به اصطلاح دوران شاهنشاهی گذشته و چه الان که به اصطلاح دیگه قوز بالا قوز میشه که حتی دینش هم به عنوان به اصطلاح دین هم یکی ملت حساب کنه روشن میگن که این دولت نماینده یک ملتی و این ملت فهمانی باشن ملت ایران. آخه چطور معنی داد کنه زمانی که ایرانی که در واقع کثیرالمله تو به عنوان دولت به اصطلاح ایران ادوات را مطرح کنه و بشه ایران فقط یک ملت که در اینجا باید یک زبانی بیبیتی، نظام یک فرهنگی بیبیتی، یک هنری بیبیتی و متاسفانه الان باید یک مذهبی بیبیتی. پس بنابراین پاسخ ایشی است که برای یک همچین اتفاقی مکفی و یک خمینی مانند دیگه نیست، حتما باید قدرت تک کنک بیده برای جلوگیری از استبداد، برای جلوگیری از ایشی که دیگه دموکراسی به قول معروف لجنزار بید و زیر گیوتینان پاسداران بی یا زیر گیوتینان ژاندارمان آزمان بی، لازم است که باید این قدرت سیاسی و اقتصادی، نه فقط قدرت سیاسی و اقتصادی باید بحث کنک بی، چون کنک بی. زمانی که چون شد تصور بکنید الان تا آمریکا چه اتفاقی کرده. تصور بکنید اگر چنانچه سازمان امنیت بودا و ارتش بودا و نیروهای به اصطلاح انتظامی آمریکا که دارای 50 تا ایالت در دست رئیس جمهور بود، در دست آقای ترامپ بود، الان با توجه به ایشی که اتفاقی که الان بوده در به اصطلاح کنگره آمریکا که متاسفانه 4-5-6 نفر مثل کشک بوده بشن، ترامپ که اصلا یک خونریزی بکنده که اصلا مثل رودخانه میسیسیپی هم خون را بکشه. اگر قدرت در دست یک فردی ببینید یا در دست یک قشر خاصی ببینید. بنابراین من خیلی کوتاه و خلاصه میکنم همین که فرق نکرد که حتی اگر یک کشور به استقلال هم برسی پوتی ولی قدرت در دست یک فرد خاصی ببینید یا در دست یک قشر خاصی ببینید، متاسفانه همه دموکراسی که محبر کنید برای برطرف کنک و بین درک به اصطلاح نابرابری ها و تبعیض های همودان هم به هر حال کارگری که باید کاری می‌بینن گشنگی مرید به همین شکل هم که الان به اصطلاح سوخت برام با بعد بعدی شکل بنترا وادگرام با شکل دیگه دقیقاً به همین شکل بنابراین این سخت مهمه برای که دموکراسی حاکم کنک در یک جامعه ایشی بسیار بسیار حیاتی است که اولین مسئله که تونس واقعا جلوی استبداد بگیرته و دموکراسی معنی هم برای همشین در واقع جلوی استبداد باید گرگ ببی گرگ حاکمیت سیاسی و حاکمیت اقتصادی از یک فرد و از یک قشر و متاسفانه الان چیزی که ایران تا گوگن تمشیه که قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی از همه بعد از حداقل از انقلاب مشروطه بعد دارن باشن متاسفانه در دست یک
قشر خاصی بودن و گندگی که الان بین مردم بلوچ و فارس، مردم نزانو عرب و لور، مردم نزانو ترک و کرد چه اختلافاتی، چه نفرت ها و چه کینه هایی که واقعا جوری نبوده. بخاطر اینکه استبداد همیشه نفعی تا اختلاف دور بگه، نفعی تا ایشین برحال مردم مشغول وقت بودن. و فکر کنم باشن الان بلوچستان تا پچه هنگه در قرن 21 می مردم باید اسیر واقعا سیستم عشیری قبیله‌ای باید بودن، به دلیلش که واقعا یک کسی نیست بوده وقتی که یک اتفاقی که بر علیه یک حق کشی بود، یک قدرتی بی که برو دنبال پیگیری حق به حقدار برسونی. و همین دلیل طرف محکومات رو مجبور و محکوم گندی بیشی که باید برو حتما دستپای سردار باید بکپی و حتما باید یک کرم جمهوری اسلامی که رو پا ببندی بسید دقیقاً شد. بنابراین این فکت مهمه که قدرت در دست یک نفری ممانی و هم چیزی هم که تنه وحدی واقعا این حاکمیت و دموکراسی در طول تاریخ بشریت تعالی اثر است. همین مثلا که تلاش همیشه بوده که علیه نابرابری ها و علیه تبعیض ها در واقع مبارزه کنک بی و همین مبارزه نامی در واقع مبارزه دموکراتیکه. حالا یک شکلی برای یک سازمان، یک تنظیم، یک نظامی، برای یک ساختار خاصی برای وقتش بسید. امیدوارم که اشمگم من باید درکو ولی توانستم یک شکلی تید حداقل یک بخشی سی سال بتون پاسخ بدم. منتظر. مهربانی آقای رحیم چشمه گپان وجه دادیار توار نه وجه توار هستی؟ آقای کات خدایی توار ها؟ جی ها توار هست. توار هستی؟ تای اینترنت کات بود من فکر کنم. رحیم یک بند بود کم کنم. حالا من گندگم که وجه نه تا رحیم توارش کنگه؟ من یا رحیم اینترنت رحیم توار کم که بند بود آخر برای تواریش کنگ بود تا آخر برای کم که گرهل واجه بندوی تو توارش کنگه من فکر کنم واجه بندوی در بود تا پدا بیا احتمالا مشکل چه همایی گه واجه دادیار ما ایدان یک چیه نکنیم سیستم ما معمولا دست برز کنه زانه دست برزه ولی تو باید لا سیستم بچاره دست برز کنی لا سیستم البته نوبت هاییگه ما دو دست برز کو بدل یکی تا ما منتظر تا واجه بلکه رحیم جان که تا بیا پدا تا تو تنوی جوسته بکنی اگر نه نهش کن بمپور کلات تی پشت سره هم جی ها بمپور کلات بلوچستان تاریخ شوکت نزانه په همین خاطر قاجاران نشت آیا تعمیر بکنن تو کلاتش با پهره یا که بلوچ قدرت و شانه ایران تو کا زوال بکنن پچک بمپور کلات اگه بمانتین آباد بودی مروچی آن نفرت هم بلوچان چه قاجاریان و چه ایرانیان نیستد به همین خاطر که این زوالیش کتن این نفرت ایجاد بود. دقیقاً متاسفانه ما گنده که من یک کلات بابتا موتی سرگذشت تا یک 10-20 تاک نبشته هنوز سرگذشت منی کهید یا ماه دیگر قوم دستار رسید 900 تاک یک 10-15 تاکی بمپور کلات چه بین برگ سیاست و همی پلندی و پچلکاری و پندلات که ایشان بست ای پندلش که بست بمپور کلاتش بوده آشاکت دور داد و پهرهش یک کلاگیر این چوکی کلات بس که اشیا بشم روشن مردم بله ملک و ماهن چوش کن رحیم جان اوکی آجا بندوی تو توانش کنی متاسفانه منی تلفنی مرسارنه بودم من چارجر وصل نکرده تو باتری تمام بود واقعا فعل کنید نه بل تی گپ تا آخر مایش کن مایش کن کم که گرهل بود بله اشکنک بودم واجه عزیز مایک شمگه جی رحیم جان محمد جانش من جز که تو بمپور کلات هشته منگه ها بمپور کلات من هشته که بمپور کلات من بلوچانی سیاسی شان و شوکت به یه خاطر قاجاریان پروشت که نه بله هشتش کلاگ و وراغانی کدام ببید تو آیه کنگرو و برجانی سرا کلاگ کوکو کنن بکنن که بلوچانی شوکت و عزت چیه بوده
آیا رنده ای کلات جاها برد پهره یک چوکی لیب یک لیبی کلات لیب کو په همین خاطر که ایش موشک ببید برای این بابتا من نبشته که بلوچان گوڑا چیه کود و آیان چونی یک ازمی هنری کار گفت که این کلات چه چوکان شموشک مبی اشیا هر کس لوٹی بزاند گوڑا منی سرگذشت تا 10-15 تاک هستن که بلوچان په اشی عزت دارگا و شان شوکت دارگ و زبال نبیگا چیه کود چویت هنری په خرجش دا به هر حال من اشکان جان گپ دورنه اشکتن تو من شهرین یک سوژه دستا کبت یک شهرین مسیج دستا کبت حقیقتا که تو مبتا اشکان نام آیه سر نشته و آیه هم شهر داشته به این خاطر من شما را یک عبرتناک این چیزی گوشتم که من یک سال مشکتا شدم من واجه گذابیک رئیسی گوڑا رئیس پولیس مشکتا من دعوت کرد من واجه گذابیک هم زورت و واجه ایوب رئیسی هم زورت و من گو ما شما مدنی مردمی دعوت این شپی برین گوڑا من چه واجه اجازه گفت یه دوی سنگت زورت هم گو برتیم ویدم گوڑا واجه ما را دعوت کو ویتی کامه گوڑا یک جاه مشکت هست برکه کم چه کم 70 بلوچ جمع بود تگد تو گوشه یک وزیر امور خارجه مثلا استقبال بکنن چه ما ایسا این بلوچانش هنچو استقبال کرد ما را سک واش شد که وی یہ چون کام زندگی تو بلوچی و چیه کنگاه اوی دا که ما شدیم بغیر چه پیر مردان ورناکان هیچ کسا بلوچی نزاند ورنا پاتا که هستن 30-40 سالا نزاندش بل آکا کماشتن یک 30% چه آکماشا هم بلوچی پشری زاند آدگرم بلکل وهم شده ما گوه شما چو کنگاه شما گوتی بلوچی پهش مشته این نسل شما گوه په گار بید گوش دو تجربه تا این حبرته ها دو تجربه تا یکی ایشی که اگر یک قومیت ها تبعیض مبید آ قومیت ها توری کم موگ ببند بلوچ این چوک باز نه هم مشکت ها که نیم عرب ببند تو نیم بلوچ به هر حال برای جمعیت شرین مچی شرین بلوچانی گوڑا گوشت من گوش شما را انجمنی بلوچی اگه بودتی شما زبان داشته گا چی هنگا گوشتی واجه ما انجمن من چه کنه من دو وزیرن یا محفوظ منظری دو وزارتی هستین علی سیٹ علی مرسیدس بنز همایی گونی ندانو ما یه دیگه وزیر و وکیل ما شموشته ما را دیگه احساس نکتا که ما را بلوچی ببید حقیقتا اگر یه تبعیض مبودینه یه کلات بمپور تا مروچی شما رای تا هنه یک جاده این که مردم چه اوی دا گوزید بمپور شهریت نی بمپور په این خاطر که بلوچ عزت شوکت بوده دوردهک بوده په همین خاطر پیش مشک ببید هنوز ما بمپور صرف یک جاده گندید آیا هیچ شهری وضعیت مروچی نیستین اگر این قوما اگر این بمپور کلات بداشتین و بمپور مرکز شهر بکتین و بمپور مرکز مروچی چو اصفهان و شیراز بودین بلوچی بلکه مروچی اینچو واویلا مکتین بلوچی زبانه ندانو یه دگره آدگری خبرگار بودین اصلا بلی نکتش به این خاطر هنو اشکانجا مشمه این نسل منوزانو که بعد من و رحیم و محمد و این نسل ها که آد که چه بهمن اگر ما بمیریم باری مچوک پدا چون مشکتیان بلوچی ها شموشن یا نه بله من شاباش گوشم اشکانجانا که شر که پتات نام پشری هشته گو تو این نام برکت داته گو مروچی آیه همکوپگی ها گونه مزنین دیوانا قومه گا و پدا گون سرسون چو گونه نه آت که سل چاری ببه این خبر که تو گوشت مروچی می حقیقت آ چیزی که تو هنو پیش کش دیوان ها مزنین گپ بیاد یعنی کمتر چمه سیاسی لیدران هم مروچی یه گپ تها کنن که بار این چی بید اگر دموکراسی مبید گوڑا چی بید اگر ما دموکراسی رندان مدارن بار این حق و حقوقی که قومانی سرا کایند برجه دارگه بند یا نه اشکانجا هنچو که تیپتا گوشت مروچی حقیقت ایرانیانی سجنی قومانی درستگین جد و جهد من ندارم چین چو وقت هست محمد جان من گوند بگرم خبرم گوند بگر ها گوند بی تو اوکی من دو جمله دیگر گوشم اشکانجا من همیشه تا را بشارت دیم که مروچی قومانی حق و حقوق راست و چپ با ایرانیانی کا مانتا راستین پارتی مسترین راستی پارتی که مروچی مغرب زمین نا دن چه ملکا هستن وجه داری شمایون پارتی حزب مشروطه راستن که آیانی تو سایتا که بجنه اولا
شاهزاده رضای عکس که پوتو که آیا رسما اعلان داده که بغیر چه حقان، بغیر چه حق و حقوقان قومی، بغیر چه دولت دیگر، بغیر چه پارلمان دیگر اقامانا دیگه آرامش ایران نگندید. به همین خاطر آیانی پنجمی کنگره گپ همیشه هنوز اگه تو اساسنامه برابان آیانیگا گوشی که بلوچان کردان باید این درستگی اقامه پارلمان هم دیگر ببید، پارلمان و دولت باید آیان دیگر ببید و زبان هم هنچوش چپیام هنچوش مرچی شما شورای مدیریت گذار آگندید گوشید حتما باید زبان بلوچی همرد با زبان پارسی ها باید اسکول انتها درس دیگر ببید و این قومان باید وتی ملکا وتی اداره یا وتی کارباران وقت بکنند. مروچی شگرین که این وقت هم درستگی پارس هم چپ و راستا پیشیار رستگن بله لحت نادانی مردم هنچو که میشمه گوارا جدایی طلب هست هنچو پارسیان توکا هم لحت هنچی ناسرپدی مردم هستن که گوشن اگر ما اشاوتی حکومت ها وقت بدهیم این جدا بند این ناعقلی نافهمی هستن برای دموکراسی حق و حقوق به این خاطر که این دوینا منته گوره بزن که ما شما دموکراسی کشک و جاده سرا گوشتا تگیم واش صوبی باید ببخشید من باز خبر کنم. در اینجا دموکراتان جدایی به عنوان یک حقی باید قبول بکنند. که رواجه؟ گوشه همانی که شما به عنوان دموکرات مطرح کردن گوشه باید جدایی هم به عنوان حقی باید قبول بکنند. بله رفراندوم مشخص ببید گندونن ببید خبر کنند ببید بالکل خبر کنند ببید گوانیا هم ما گوشه که نه شما خبر مکنید شما تی زبان را بندید ایوه نبید نه منتوار ما به اشکنجه افتخار کنیم واقعا باید افتخار جی منم هنچه اشکنجه بوس مهربانی. واجان ناصر بولیده‌ای ماک شما اگه بفرمایید. سلامت و مهربانی تی محمد جان تا مسکه واشین جای نشتگه ماری هم برد هم بودا شین جان تا مردم پیش داره برو باندون گنو بکم با زمستان سوئد اگه مشپور برف اسپیتیم چی سری په چی بگوشه ملافه سری هواری ساحل نشته ساحلی که و گرمی جای نشتگه سلامت و باز مهربانی رحیم جان بحثا خیلی خوبه تنتونو من خیلی اصل موضوع هم شد برای من یه جستی هستد ایشی که مشما زانه که پیسرتر خوب ته مشروع منطقه خاورمیانه جنبشی هستد جنبش چپیت خوب به عنوان کمونیستیت یا کمونیستان مختلف 3-4 نمونه هستند بلشان درست هم وقتی روابط هستند تا منطقه ها و هنگاه هم به هر حال یه جنبش اسلامی هستند چی هم 3-4 نمونه شیعی بگیره که تا ایران تا لبنان تا یمن هر جا وقتی به اصطلاح دستپادی هستند تو سر و دست جنگین بله یک مشکل اساسی بوده که میشه نیروان لیبرال دموکراتی که بوده ماشما خوب بری وقت هم شید و که بحث کنه ایشان یک دیگر حجبه تا منطقه رابطه نبوده مثلا اروپا این که یه حق حاکمیت یاد کلت دولت اد کنه که ناکوگا شهرین چیزی بل خب بلوچ مشکل دولت نه بلوچ مشکل حاکمیت نی و بلوچ زبان هم که دیگه زبانی نباید بیتیم بلوچ زبان وقتی جاگا وقتی جایی هستین و دیگه زبان وقتی جاگا ببن و بلوچ زبان وقتی جاگا بیتین تو همادا که بمپور کلا ترا بوده ایران شهر کتا اگه فارسی زبان هم بلوچ زبان کرده بیاره بلوچ زبان خراب کنه همادا وقت پاکستان بوده همادا وقت روس دیگه زبان ها بوده چوک تاجیک واسطه دیگر واسطه مطلب شد که هر چیزی وقتی جاگا چارگ بیتن و بلوچ زبان چوی جنگ مبید که دیگه زبانی کرده بیتین بلکه وقتی جاگا وقتی زبان و بلوچ سرزمین تو که بلوچ زبان با سردستی زبان بیتین دیگه زبان خوب مردمان انگلیسی یا دیگه ولی اصل موضوع هم شد که جامعه لیبرال دموکراتی که خواهد شد تا زمانی که تا نتونه دموکراسی حاکمیت ملی تفکر خوبی بیاره چون گروپا تو دیستا مثلا متفکر انگلیسی آلمانی ایتالیایی هنرمند هم او مثلا سوئدی شان گو یکدیگر ارتباط بوده شان گو یکدیگر جدل کته شان گو یکدیگر راه حل داده برای اصل موضوعش اینه که تا زمانی که یک کشوری مسئله حل کنه دنیا خوب نبیته یک ملتی مسئله حل کنه دنیا خوب نبیته یک زبانی مسئله حل کنه دنیا خوب نبیته باید که تمامیین به اصطلاح مشکلات اجتماعی یک فرهنگیه مثلا اروپا یک فرهنگیه دیگه آسیای غربی بگوشیگی آسیا جنوب شرقی بگوشی آسیا شرقی بگوشیگی یک مجموعه فرهنگیه وقتی جاگا
تا ایشانی بخشان چه بیزنس ببندن تا تاجر ببندن چه نیروان دموکراتیک و چانی خب مذهبیان که میشتی رابطه هست میدم مثلا مذهبی بلوچ هم رابطه هستند و مذهبی افغانستان و پاکستان و دلایل متفاوت زمینان اجتماعی هستند. بلپد هم نیروان دموکراتیک و لیبرال که مرشی دنیا خوب برای لکس بگیندی چپ هم شکستی وارتا مذهبی اروپا هم یاد که شکستش وارتا باید رابطهش بود هم رابطهش هستند. تنها جوامی که بهترش عمل کنه جوامی یا شکل که لیبرال دموکراسی گرفته. حالا چه یمن بی چه بشون تا کره جنوبی بیتن تا ژاپن بی تا سوئد بیتن تا آمریکا بی یا کشوران مثل هند یا مثلا آفریقای جنوبی که به هر حال در پروسه لیبرال دموکراسی قرار گرفتن راحت‌تر کار کنند. ایشی که یه بخش اجتماع خاورمیانه یا آسیا جنوب شرقی یا آسیا شان نتونن با هم دیگه یک رابطه جور بکنند. ایشی دلیل چی هست؟ مثلا هنگام ما شو گندگید که جنبشان دموکراتیک تا تمامی منطقه هستند، تا ترکیه، تا پاکستان، تا ایران، تا کشوران عربی، تا افغانستان، ولی یک همچین رابطه تبادل افکاری نیستشون تو کا. ایشی دلیل چیه و راه حل چیه؟ چطور که تا زمانی که چی به وجود میاد خاورمیانه همه دا بیتن، چون برای آن نیروانی که قدرتمندترند دیکتاتوری هست که با هم دیگه رابطهش هستند، تا حکومت هستند، بخش مذهبیه که مثلا سیاسی هست، آیه هم وتی چی هستند، آیه هم سردست بند تا مادر تا افغانستان بگیره، پاکستان بگیره، ایران بگیره، یمن بگیره، لبنان بگیره، بیچاره مثلا جنگان مذهبی هستند. تا زمانی که نیروان دموکراتیک و تدیما میارن و با هم دیگه متونن رابطه جور بکنن تی مشکل حل نمیتین. بعد مثلا دموکراسی و حاکمیت گپا جان تو دولت ایگو چطور کاشی چی بیتین تا زمانی که شی هم حل بیتین تی هم نزوری مزنی تا جامعه دموکراتیک اٹکنه تا منطقه ایشی راه حل چونه که گنده گوته که شما وقت هم به هر حال یک بک‌گراند چپی حتی که تو سالیان تا یه بخش فعاله برای شبابتی باری فکر کته و یا اساساً همچین مثلا خواستی هستند شی مثلا تونت انجام ببی یا نه این رابطه بین نیروان دموکراتیک و لیبرال مثلا حالا برای مثال بگشید تا آسیای غربی که گشتر مردم به عنوان خاورمیانه زانند. سلامت و والا مسئله اصلی و اساسی برگرد به ایران که موضوع مسئله مطرح بود، تاکید روی مسئله دموکراسی و به شکل لیبرال دموکراسی هم مطرح بود. ایشان برای لیبرال دموکراسی پایه و اساس دموکراسی دوران بورژوازی و دوران به قول معروف ما نظام سرمایه‌داری، نظامی که در واقع پایه و اساس پدا این نظام بعدی که شما مثال یاد سر مسئله شوروی سابق، پایه و اساس این نظام بعدی که دوران سوسیالیسم در واقع میشه که چون نظام بورژوازی وجودی هست اگر بر مبنا و بر بستر هم لیبرال دموکراسی و بعد باعث بود که به قول معروف یک طبقه کارگری وجود بیاد و به هر حال با توجه به رشد فلسفه و همچنین علوم فیزیک و شیمی و طبیعیات دیگری در قرن 19 و 20 اتفاق افتاد ایشان این زمینه فراهم بودن به این شکل به هر حال آن نیروهای فعالی که برای رفع تبعیضات دارن کار کنن، برای برابری دارن کار کنن که برسن تا همون. متاسفانه به نظر من البته کلید اصلی یا در واقع حلقه اصلی گم شده که پدا همه کسی که وطاره مدعی برابری زان تبدیل بیتیم به یک نوع دیگه مستبدی و به یک شکل دیگه به هر حال پدا نابرابری وجود یاری. به طور مثال من یک مثال در مطرح کنم. مثلا تا معاشره بلوچستان در نظر بگیر، در دوران شاه به اصطلاح یکی از آن معضلات اساسی که هست بودن حکومت مرکزی و کاران از طریق قشر خوانین در بلوچستان راستریست کرد برای به شکلان رسیدند. ولی از آن جایی که پس از آیی برخلاف آشعارانی که آوازی درک بود که حتی باز جاگم گوشه بی که ادا متاسفانه چپان هم سکیم بازی نقشی بوده که بالاخره خمینی هم سرکاری هست ایشیت که همین فکر و همین باور اگر چنانچه به اصطلاح آتیسته برو الان یه در ارتباط با رفعی نقاط رفعی تبعیضات مشکلات حل بر که متاسفانه گنده پدا همایان وقت تبدیل بودن پیشی که برای رفع و رجوع کاران و که به قول معروف
همه ابزاری که دست وقتش میدوتی کاران تقویدن در این سیستم مناسبات مستعمراتی پیش ببرن یک قشر دیگری به نام مولاش متاسفانه بود دست آویز قرارداد و از طریق اون کارا میکرد. منظور ایشی است که اگر چنانچه همه دموکراسی که ما شما دارین خبر کنین که در جهت رفع نابرابری ها و تبعیض ستیزی داری کند و تبعیضان لوتی از بین ببا، کسانی که قدرت در دستش هست اگر چنانچه در دست یک قشر خاصی قرار بگی، خود به خود و اتوماتیک قدرت بلا منازع سیاسی و اقتصادی در دست قشر خاص تبدیل کن تماماً به یک نوع جدید از استبداد و مستبد. بنابراین حلقه گم شده پلورالیزم که به اصطلاح نباید تبدیل بیتن بشی که حزب فقط حزب الله بی یا حزب فقط حزب کمونیست بیتن یا حزب فقط مثلا فرض کنید حزب رستاخیز بی. در نتیجه این آزادی که از پایه های بنیادی دموکراسی که اطلاع رسانی و آگاهی، این آزادی ها برای اطلاع رسانی ها باید فراهم بود کنند و متاسفانه نه در همه شوروی سوسیالیستی سابق در نظر بگیرن یا حتی برای کشوران دیگری که تحت همی به قول معروف پوشش و تحت همی کانال یخت و قدرتش به دست بودن. بنابراین نقطه اساسی ایشین که تمامیت خواهی باید گار کنگ بید. اگر این تمامیت خواهی در دست هر قشری و هر کسی ببیتne تمامیت خواه زمانی که به قول معروف تمام اهرم‌های سیاسی و اقتصادی جامعه در دست قرار بگیرن، بدون شک تبدیل بیتن به یک مستبد دیگری. همچنین که دیستیم مثلا در شوروی سوسیالیستی سابق که به عنوان به قول معروف قبلگاه کسانی که به دنبال برابری گشتند که به هر حال حتی بین هیچ انسانی نباید تفاوتان آنچنانی بیچون گندگی که مثلا تحت به هر حال چند جمهوری هستند، جمهوری قزاقستان و تاجیکستان و به هر حال آذربایجان و تکباستن فکر کنم حدود 50-60 تا هستند، شاید از این بهتر حال کفی گندگی که همه جمهوری های که هستن بودن در واقع یک نوعی به شکل دیگه البته مستعمره همه تمامیت خواهان هستن که برای حزب کمونیست مرکزی در دستش و مجلس در دستش. به همین دلیل من فکر کنم حلقه گم شده همودانه که در هر صورت هر نوع جامعه‌ای بیوید و ادعای هر که دموکراتیک بکند و به دنبال شیک به دنبال برابری، اگر چنانچه آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی تفکرات و به اضافه ایشی که احزاب سیاسی مختلف این آزادیش میتونن باید کار کنه و اون این حق دایک بیویتن به همانی که ماشی باشیم مثل یک انسان، یک شهروند، یک رای که فهمیده نام دموکراسی مثل لینک بساعتی مردم بر مردم ببی و خود به خود تبدیل بیتن به همه چیز. به همین دلیل حق مهم است که قدرت سیاسی و اقتصادی باید تیک کنه، باید از تمرکز به قول معروف پرهیز کنه بیتن و همیشه تمرکز این که ایجاد استدلال کنه. من خیلی خلاصه و مختصری در مقابل سوال بسیار مهم که شما کنم شید و اگر تراوت یا دوستان دیگری بده در رابطه توضیح من فکر کنم تون کمک بکنم به پاسخ به سوال بسیار مهم. منتظر مهربانی واجه رحیم. من مارک کردم واجه عبدالرؤوف. مارک شما اگه بفرمایید. محمد جان ببخش بله قرار تماشا 1 ساعت نیم بیشتر دیوان مداره. نه نوعی از این به بعد نوعی بند کن چون 1 ساعت جایی نرسه ما شما. من نظرم بار ناصر جان یه جز چمنت یا عمومیت، اگر عمومیت که رحیم جان گوشت بله اگر چمنت من یک دو کت گوشم من نظرم باید بابت بگوشید جوش کنه چمن جوش کو پام شما جواب رحیمی جوش نه گوره هیچ گوره تو گوشت بالکل جوست فقط چه مهمان بودیم ما بس چرا دیگه فینا کجا دوستان کنی واجه عبدالرؤوف مارک شما اگه. سلام راهدیان، درود راهدیان دیوانا و بزرگان و مجلس نندوکانا. باز واشنگا پی دیوان تها جاری اند و من هم یک جستی ها واجه رحیم جان شما عمری که زندگی کنی تو زندگوازین انگلیس ها. اگر رنچ ایران ای حکومت ها
دیگه حکومتی بیه. شما این نظر چیه که برای آیا هنچی حکومتی که سیستم انگلیسه ایرانی تاها بید که ایر بکنه یا نه، منهای سلطنت یا وجود سلطنت، هرچی که آیه ماحول هم هنچشین، چون که اسکاتلندی و ایرلندی و یه دیگه ملکان قوما هم ودا ملت ها هستن. این شما نظر ای باره چیند؟ اولا همه سیستم حکومت انگلیس کم که تعریف کم پما اشکنو کن و برین آیه تی دیدان که چیند چشیم سیستم ایرانی تها و ایرانی فلات تها چلید یا نه؟ مهربانی. سلامت و درود جان. همه بده انگلیس در واقع که مادر تمام فتنه های جهانه، ادا وکی مشکلاتان که رسی برای رال درگی برای جهان نگه که متاسفانه سعی کن که بگیم به چه شکل هم منافعی که به قولوتش منافع ملی گوشن سارکاش تعمیم کنن از جاهای دیگه بچاپن تو بیارن تو برای یه شکلانه بکنن. منطقه از طریق به قول معروف راهانی شکنن که به شکل ظاهر جنبه چی باشه بسیار قابل قبول عام ببن، مثلا قانونی هم طبق قوانین فلان فلان شد. بچار من به همین دلیل عرض کرد که اگر چنانچه مسائل سیاسی برای تغییر و تحول به شکل سیاستی شارک مبند، به همین خاطره که باید کسانی که فعالن، اندیشمندان و فعالان سیاسی اجتماعی که هستند ایشان، این تواناییش باید ببیتن، به این شکل باید وسایل سازماندهی بکنند و آماده بکنند که هر نوع تحولی که باید حداکثر استفاده بکنند. حتی اگر چنانچه به فرض مثال به طور مثال شما اشاره کنید، اگر چنانچه همچین حکومتی که مثل انگلیس هم مثلا بلوچی بیه، فرض بر ایشی بگیرین که به هر حال با توجه به از زمینه‌ای که او دای استبداد جمهوری اسلامی فراهم کرد و به هر حال حتی رسیدیم به جاگانی که به قول معروف شعارهای آنچنانی دیگه بیت که نزانا رضا شاه روی شاه داره گوشن تو ایشان، فرض بکنیم و گیریم بر ایشی که مثلا قدرت‌های جهانی کمک بکنه به همچین اتفاقی بکنه. و یا حتی شکل دیگری یا بخش دیگری ایشین که یک دفعه مثلا قدرت‌های جهانی با توجه به منافع بین‌المللی که کراوت در نظر گرگن تو مسئله خاورمیانه داره شکل دهن تو گرگن تو ایشان، فرض کن یک گروه دیگرش یک آنی هم به همین شکل به استالوتی یک شکل در قدرت من آنگه دار دستم دیگر دارم باشن که تمامیت خواه هستن. اعلانید که اگر چنانچه من بلوچ، من کرد، من ترک، من فارس و من عرب به طور مشخص این توانایی مریتن که وسایل ما آماده بکنه که یک همچین شرایط هم پیش هست بتونه حد اکثر بهره برداری و حد اکثر استفاده بکنه، گودا مطمئن ببه که اگر چنانچه آقای رضا پهلوی نه و حتی یک کسی دیگری 100 برابر هم بهتر از این ببره بازنده مایه. چرا که نبید گوید مثلا انگلیس، اگر مثل انگلیس بروتن بکنن که به شکل برحال ادا به اصطلاح تمام به عنوان شهروند حساب بزن، فرق هم نکند که تو اسکاتیشی ببه، آیریشی ببه، انگلیشی به هر کس ببه و حتی خود مثلا فرد اول مملکت ببه. اگر یک اتفاقی که در مقابل قانون همه جاگه که تو روه همه جاگه مثلا فرض کن پرنس چارلز روته، اگر ما همچین چیزی لوتین ببیتن و به شکل بتون بگیرتشان، خب طبیعیه که برای توانت ببند بودن، ولی آیا از نظر تاریخی و از نظر ساختار اجتماعی که الان در طول 100 سال گذشته در میان مردمان بوده پنتنک بوده، اگر کسان تمامیت خواهی از همان ملتی که تنیه وعدی به دولتان به اصل نمایندگی همان ملت کرد سرکار بودن برای و این مسئله به قول معروف هم تمامیت ارضی هم به عنوان خورخوره بلوتن استفاده گلول خورخوره استفاده بکن بلوتن سر مردم بجنه، متاسفانه بودن برای غیر ممکنه که همایی بتون تبدیل همچین چیزی ببینید، یعنی بتون تبدیل شدیه انگلیس ببینید که مثلا اسکاتلند حق ببینید که براوتی رفراندوم بکنه آیا لوتی بمانید بریتانیا این که لوتی براوتی کشور مستقل ببینید. شاید هم به هر حال به قول معروف اینکه
مارش وارتک علا اجدها بودن. در نتیجه مطمئن بودش که قدرت و توانایی کنترل امور ایرانانش هستن. به همین دلیل اگر چنانچه اسکاتلند برای مستقل بی اگر چنانچه ایرلند مستقل بی، انگلیس هم مستقل بی، زمین باشن که حتی هم تا انگلیس هم یک جنبشی هسته در میان انگلیسی ها که لوتن و تاره به عنوان یک ملتی، نه یک به عنوان بریتیش، به عنوان یک ملتی که در بریتانیاه براوتش هم حکومت وقتش مثل اسکاتلند. که الان متاسفانه چونه اما دولت مرکزی انگلیس هم شما هم زانید همه دولت مرکزی انگلیس هست که الان پارلمانی که هستی در واقع تحت بریتیش هست. انگلیسان از نماینده نیست مثل اسکاتیشان هست یا نظرم، یعنی دولتی به نام دولت انگلیس نیست، ما بریتیش به اصطلاح گوار می‌کنیم. خیلی من کوتاه میکنه اگر چنانچه ما بلوچان و کردان و ترکان و عربان و برعکس هستیم بود این آمادگیش ببید که اگر چنانچه هم بالاجبار یک همچین اتفاقی که حد اکثر برداری مواد کنی ما این که توانی با اعمال قدرت وقت این قدرت هم چون که به دست نیکنیم باید بالاخره یک نوع سازماندهی های منسجمی باید ببینیم که این قدرت حس کنک ببین و او بر اساس حساب قدرت این که دیگه قدرت مرکزی چطور که بحث کنه گیش طور که تقسیم کنه گیش ببینید که همچی هم الان واجه دادیار عزیز هم مطرح کرد که نظانا حزب مشروطه ایران هم یک همچین بخشی هستی، یک همچین بحری هستی که به اصطلاح لوتن که بلوچ و نظانا فلان شن فرق کنه و دولتان وقتش بی و پارلمانان وقتش بیشن. اما آن چیزی که تنی وردی تا این پروسه تنی وردی پیش داره گوته که شان تماما برگردی بیشی که شان حس بکنن بلوچ چنگ قدرت ها، کرد چنگ قدرت ها، عرب چنگ قدرت ها. به همین دلیل گنده مثلا مجاهدین خودمختاری کردان منن به خاطرشی که قدرت وقتش پیش داشته بود کردان. بنابراین برایشی که به بلوچ هم یک همچین قدرتی به اصطلاح یک همچین حقی بیایی باید حس یک قدرتی بکنن که متاسفانه این قدرت الان در میان و بلوچ ها آپم که باید حساب کنک بی هنگه نهید هرچند که داریم به قول معروف و تارا به آب و آتش جنگین که به یک شکلی بتونی و تارا برسینی فهمودن و فهما جاگه ها فهما حتی که در مقابل آبی طرفان مثل دین پدیم وقت به عنوان یک قدرت حساب کنک بی. ولی فعلا نمی پراکندگی ها متاسفانه هم گویان هم بیشتر شیرک کرده. من خیلی خلاصه بگوشه امکان همه چیز هست، امکان اتفاق هر نوع عملی هست با توجه به ایشی که ایران الان آنچنان دچار هرج مرجه که از درون داری و تار پروشکن و اگر چنانچه یک دستی به در کمکی بی مطمئن به پروشک زودتر اتفاق کفید. ولی بیخیال مکنین که آسیب پذیرترین کانونانی که الان هستن در داخل ایران بلوچان و عربان و کردان آسیب پذیرترین. به همین دلیل ایشی سخت مهمه که واقعا خیلی حساب شده و خیلی دقیق و خیلی به قول معروف سازمان یافته حرکت کنک بی و عمل کنک بی و برسه به جاگاهی که هر کس یحسودا اگر چنانچه به قول معروف با همکاری ماشما فهخان نبود که سیستم پروشک بی تو دموکراسی حاکم بی تو به قول معروف یک سیستم فدرال یا کنفدرال بوده حاکم کنک بی ولی حداقل همین توانایی و همین امکان باید برای هم کنک بی یعنی ببینید موقعی باید بتونه فراهم وجود بیاری که بتونه از دست مده همه چیز. بنابراین نباید همه چیز ما بر اساس سیاستی بچاریم و باید یه آمادگی ببینیم که فردا اگر رنگ خاکستری تا ما مجبور بودیم بکفیم بتوانه در همه رنگ خاکستری هم تا جایی که امکانه حق بتوانه بگیریم ولی به شرطی که از الان آمادگی بید. من نظرم من تون تی پاس خوب ده نه ولی مهربانی وجه زفر مایک شما اگه فرمایید. وجه منی توار منتوار وجه منی توار چونه پیدا که شهر ها شما توار هستی. اوکی درستان ساری وجه محمد جان شما منتوارا و وجه رحیم بندوی شما تمامی گپ ترام گوش داشتا من لاته گپ هم هستین که من چه اینمگا شرقی بلوستان حوالا کهستین دموکراسی و اتونومی یا که وقت واجهی هچ ایشوز کهستا بلوستان و بلوچ قوم
آئی بارہ ہم لاتے گپ بکنا منی لاتے کمنٹس من لوٹا شیئر بکنا کہ میں ایکسپیرینسز اور تجربات این ایم گے بلوستان چون بیتگم اور ڈیموکریسی حوالہ کیسے چون بیتگم اشتا کہستے منی اولی چلاتے خبر ہستا کہ اشی کہ یکی وہ ادھر ماڈرن کانسیپٹس جدید فکرہ اور ڈیموکریسی بھی نیشنل سٹیٹ بیتے ہیں یا کہ کیپٹلزم ہے یا کہ آئیے یک شکل کولونیلزم ہے. اگر میں بگن دیں درو چیزاں یورپ ہر انقلاب آباد فرینچ ریولوشن اور انڈسٹریل ریولوشن آباد ہر کیپٹلزم ایکسپینشن کے بیتا آئی نتیجہ کولونیلزم اور پدا یہ تمام انڈیپینڈنٹ اور فری ورلڈ کے ہستے چون گرفتات کا شیئر بلوچ قوم اگر میں بگن دیں بلوچ قوم وات ہمیشہ وکٹم ہے ہما کیپٹلزم کے آئیا نیشنل سٹیٹ اور ڈیموکریسی آرا ودی کت یورپا اور یہ ڈیولپ کتے وات ات ادا افغانستان اور بلوچستان اور این ایم کے تمام وتی کولونیل سیٹ اپ آرا کے ہستے دا پزور گپتے اور بلوچ ہما وحدہ چے کے ہستے ڈویژن آنی شکار بھی تقسیم در تقسیم بھی اور پدا یک باہر ایران اور یک باہر پاکستان اور پاکستان وقت کے ہستے برٹش انٹرسٹ اور یورپین انٹرسٹ ہماری نمائندہ یک فرنٹ لائن سٹیٹ جوڑ بیت نی ای تمام واحد کے ہستے ما بگن دیں ورلڈ وار ٹو اچے پاد کہ ڈیموکریسی یورپ تا دیم تر رو گئیں بلے جنگ ہم ہستے ادھر اور جنگ نتیجہ کے ہستا یہ ہمیں کدا colonial nations بیتن colonized nation کرچی بیتگا کہ برٹش یا فرانس اشانی دست چیرا بیتگا اور اشانہ کہستے ہیں کنٹرول کنگا بیتگا یہ ہمائنی نیشنل لبریشن ہے اسٹرگل اما گوشیں کہ یعنی قومی آزادی ہے کہ جنگ آغاز بیتے ہیں افریقہ و ایشیا تا یہ ہما جنگ اور پدا ورلڈ وار ٹو اور آئی نتیجہ کہستے ما گندے منی کوشش مسترین ہمیشہ کہ من گیش ساؤتھ ایشیا صرف فوکس پکنا کہ ادا انڈیا اور پاکستان اور پدا بلوچ ادا چون چطور یک نیو کولونیل سیٹ اپ تا کہستے گرفت شو منی مقصد ادا پدا ہمیں چیز دیم آر گئے کہ بعض جگہ ڈیموکریسی اور ہما کے ماڈرن نیشنل سٹیٹ اور کیپٹلزم آئی بلوچ قوم حوالہ کل دیں اور دیکھے قومانی تاہم یہ چیزانی اگزامپل اور سسٹم موجود ہستا کیا یہ کمک نکوتے ما اگر یہ چیزا بیت بچا رہے ہیں گوڑے میں دیما مسترین اگزامپل ہمیشہ کہ انڈیا اچھ واحدے کے استے نہرو اور گاندھی اور کوئٹ انڈیا موومنٹ کے آغاز بھی تھے کہ برطانیہ امپیرلزم اور گوشنت کے شمار ہے در بھی لچیں وہ انڈیا کے استے ہوتی ہے انڈیپینڈنس کنٹری اور نیشن جوڑ بھی تھے یہ ہما واحدیں کہ افغان لیڈراں اور بلوچ لیڈراں نہرو اچھے اور گاندھی اچھے ہمیں ڈیمانڈ کو کہ شماوتی ہما کے اینٹائی کولونیل سٹرگل ہستے ڈی کولونائزیشن ہما کے پروسیس ہستے آئیرہ کمپلیٹ کرنے واسطہ لازمی ہیں کہ افغانستان اور بلوچستان مسئلہ ہم ادا بیارے اور وتی نیگوشیشن باہر بکنے برٹش مش میں ہر انڈرسٹینڈنگ اور نیگوشیشن کے بیتے ہر ٹرمز اس طرح آئے تاکہ ہستے یہ چیز باعد ببا اور بادشاہ خان آ کے ہستے بعض چی ڈیمانڈ کو تگا کہ پشتون کیا آئینی یک بلائیں باہر کے ہستے افغانستان جدا کنک بیت ہم اینگلو افغان جنگانی ٹیما اپدا افغانستان باہر بھی ہمیں وڑا بلوچاں کے ہستے ہمیں ڈیمانڈ کو تگا کہ وحدی کے برطانیہ دش در کپی وڑا بلوچستان کے ہستے یک سوورن سٹیٹ بھی اور یہ ٹریٹیز اور اگریمنٹس کے ہستا خان of قلات گو برطانیہ آٹی مدد تک بلے ما گندیں کہ ہمیں یورپین ڈیموکریسی ہیں اور کیپٹلزم ہیں آئیا بلوچانی یہ حق آئیں ندات یہ ڈیموکریسی کے یورپ وطی و سلوٹی وطی کولونیل سٹیٹس اور کولونیل کولونائز نیشنز آنی واسطہ ٹوٹلی ڈفرنٹ مختلف نظر شانی کہ شانہ کیسے اصلاح چھے وطی اسٹیٹ انٹرسٹ اور وطی نیشنل انٹرسٹ ہے یک ایسے سرپت بیاں دی اے لائک تا کیسے پدا مکائیں کہ پاکستان تا
1970 اولی کے الیکشن بین تھے کہ اوپن ڈیموکریٹک جنرل الیکشن بین تھے بلوچ وتی اما ڈیموکریسی پروسیس تا باہر گرا اور وتی یک نیشنل پروونشل گورنمنٹ جوڑ کنا اور اینی بلائیں حزب ہستے نیشنل عوامی پارٹی اور الیکشن باہر گری اور وتی یک ڈیموکریٹک گورنمنٹ الیکٹ کنتے آ ڈیموکریسی نتیجہ کہتے ہیں یک حد دیا وتی اے پارٹیسپیشن حوالہ وتی کہتے ہیں نیشنل ہرچی ڈیمانڈ یعنی بھی تمام آنا کہتے ہیں ڈیموکریسی اور ہمیں حوالہ چیزیں الیکشن تا دیما کارنت اور وتی گورنمنٹ 1972 بلوچستان تا کہتے ہیں گورنمنٹ جو بھی بلوچانی میر غوث بخش بزن جو آئیے گورنر بھی اور چیف منسٹر کہتے ہیں سردار عطاءاللہ مینگل بھی گل خان نصیر اور مردوم لیڈر کہتے ہیں یہ ایجوکیشن منسٹر بھی اور اے بلوچستان تا آچی آٹیما اولی موشن بل کے پاس پریزنٹ کرتے ہیں بلوچ اسمبلی تا آبیتے ہیں کہ ماں بلوچستان سے سرداری سسٹم خلاص کریں سرداری سسٹم ہمائیں کہ سینڈمنٹ سرداری سسٹم ہے کہ کولونیل سیٹ اپ ہے بیتا بلے ایک گورنمنٹ نو ہمائے چی گیش دی مانا رو اور نو ہمائے تہا کیسے ہی گورنمنٹ ڈیزالو کرنے بیتے ہیں نیب بین کرنے بیتے ہیں ادھا پر جنگ شروع بھی ہمیں وڑا بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان آٹیما کی بیتا اور دا مجیب الرحمان 1970 الیکشن کہتے ہیں باہر تمام میجر ونر بھی آئیے کہتے ہیں ادا بعض مزنی ووٹ کی اور ووٹ ہے نتیجہ کہتے ہیں ڈیمانڈ کند کے اے وعدہ کہتے ہیں آئیے پارٹی عوامی لیگ وننگ پارٹی ہے اور کہتے ہیں یہ پیسفلی پاور ٹرانسفر کنک بیوان اسلام آباد اچھی بلے ما پدا گندیں کہ پاور ٹرانسفر نہ بنتے اور بجائے ٹرانسفر کرنے کے پاور آنا پیسفلی اسلام آباد ادا پاکستانی آرمی دین تھا ایک جینوسائڈی بھی اور ہما جینوسائڈ نتیجہ کہتے ہیں بنگلہ دیش یک سیول وار صورتہ رہو وتی آزادی چیا شروع کن تو جنگا اور پدائی چلن وار آف انڈیپینڈنس بنگلہ دیش سے کہتے ہیں فائنلی یک نوکے اسٹیٹ صورتہ دیما کے آستے مرچی مگندے بنگلہ دیش ہیں منی مقصد گوشگے ہمیشہ کہ یورپین ہر چی کے نیشن سٹیٹ اور آئیتا کہتے ہیں انڈسٹریلائزیشن اور کیپٹلزم ہر عروج کہت کا آئی دو مزنی شکل اتکنا یا کہ یورپ تا کہتے ہیں فاشزم میں ہم ڈیولپمنٹ بھی تھا کہ چونکہ ما گندیں کہ اسپین اور اٹلی اور بعد جرمنی تا بھی تھا اور یک شکل یہ ہمارا کولونیلزم میں بھی تھا کہ ما گندیں کیا افریقہ اور ایشیا تا بھی تھا یہ ہر دوئی نا ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہارا بعض مزنے نقصان یہ ساباد آتا کہ بلوچ وڑے مخلوق بلوچ نیشن کے ہستے مرچی یہ تمام سوورنٹی اور یہ نیشنلزم حوالہ چکی رائٹس کے ہستا ایز اے نیشن آئی کلچرل اکنامک اور لینڈ اور جغرافی اس طرح کیسے سوورن گورنمنٹ حاکمیت حوالہ تمام چیز کے ہستا چیلنج کنک بیتگاؤں انگتا چیلنج کنک بے گا یہ چیما ہم ما گندیں کہ ایران ایک مثال ما زیر ہیں ایران وقت یک یونائٹڈ اسٹیٹ ہے کہ مسترین ڈیموکریسی ہے سپر پاور ہے آیا کہتے ہیں شاہ وعدہ چنگتا ایران اور مڈل ایسٹ تا کہتے ہیں ایز اے پولیس اسٹیٹ یوز کو تھا اور آئیچ بعد ایک مذہبی انقلابیت کو آئیے خیر میں تفصیل ڈیٹیل نہ رہا بلے دومی نیم گاما بگن دیں کہ پاکستان ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ یوز بھی برٹش آرٹ کو اور آئیچ رن یو ایس سے دستا ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ یوز بھی تا یہ ملٹری آئیے اسٹیٹ کے استا یو ایس سے ہچ نیشنل انٹرسٹ استا اسٹیٹ انٹرسٹ استا ریجنل انٹرسٹ استا ہمیں نہ سرف کو تے افغانستان تمام جنگ میں دیمائیں اور مرچی ہم گندیں کہ مستریں یہ سپورٹر اور ملٹری ایڈ ہمائیں داتا تو لہٰذا انٹرنیشنل ڈیموکریسی کے میں یورپ حوالہ گندے ایشا تھرڈ ورلڈ کنٹریز آنی تا ایشیا اور افریقہ تا ڈیموکریٹک سیٹ اپ آرہا مزنی سپورٹ کدی نہ داتا اور ایشانی ہر دم کوشش بیتا کہ اودا ہر جاگے چھ ڈکٹیٹرشپ بھی ساؤتھ امریکہ چھ گرے تا پاکستان تک مگندے کہ ملٹری ڈکٹیٹرز کہتے ہیں آئین فل سپورٹ کمپلیٹ سپورٹ یو ایس چھ بیتا اور برطانیہ ہاں چھ بیتا
ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी तक डेमोक्रेटिक सोसाइटीज हैं यूएस और ब्रिटिश और यूरोप फ्रांस हमेशा शामिल है इशा चोशे नेशनल मूवमेंट आना और डेमोक्रेसी आना कहते हैं सपोर्ट न कोता फकत वती स्टेट इंटरेस्ट रोची चार तगंते खैर मनी मकसद हमेशा के मां ए एस्पेक्ट हम शमेने में ब्यारा के बलूचा जमहूरी हवाला हम स्ट्रगल को पाकिस्तान हद्दा वती हक को गते वती गवर्नमेंट नो जोड़ को दे भले नो माचे गेशते मनाशो नीमा पदा हमें जागे काई के डेमोक्रेसी चतौर में बलूच हकमियता सपोर्ट करते हैं और ये वरी डेमोक्रेसी के पाकिस्तान हंसते हैं या देखे जागे हंसता या के इंटरनेशनली यूरोप पे मौजूद हैं ये बलूचानी वास्ता बलूचे हक के वास्ता चेकुत करना ये मैं एग्जांपल है मैं 70 इयर्स एक्सपीरियंस है पाकिस्तान है मेहरबानी डॉक्टर साहब शमा ओके क्वेश्चन مهربانی وجه دکتر زفر وجه رحیم البته رنچ وجه مهم سرخوش کسی دست برز مکم بچه که می وقت کتتا وجه رحیم تا گپی هستی دکتر صاحب منتوار چه دورین کامنت هانی که من توانم بگوشم که تمامی کامنت ها من 100% موافقم و در پاسخ به این نکته که دموکراسی ایران تا پاکستان تا چون کما بلوچان کمک کند و پچی هم یوروپیان یا نظام برال ورلد پاورز تمام کوشش همشی بوده که بودن به قول معروف یک شکل دیستیبلایز بیبی که برگردید به همین حسابه که بوده اما استراتژیکال لوکیشن و نظام اهمیت و چیه که هستی بودشان تمام دست با هم دیگه داتش یک نمیگی نظام آشوروی و اکس-سوویت یونین حساب کتاب میکنه گندگی کمشین حتی شما مثال یاد تمام پاکستانی که انگلیز وقت هم تایم کورت و برای آمریکا هم شروع کنه کنه حتی همون هم نشش که دموکراسی پیاده کنگ بی ما امیدوارم که لفظان سرپد ببینه دروگه جری لفظ اصل و اساس منی حیالای ده برگردید پیدان که stability democratic stability آ کشورانی تا پی اینترنشنال سوپر پاورانی فایده نبوده پچیه که این مدام همیشی دنبال بوده که چونکا چه یک نیمگی همی سنترالیزیای تا چه آنگو برای آنگو دورتر برای چه ایجای تا آنگو گندی نظام فرض کن کره در نظر بگیره یا نظام اندونزی و مالزی شان در نظر بگیره آنگو ستاپ دیگه ودین بله با توجه به ایشی همین نکته است که کپیتالیزم یا سرمایه‌داری دیگه الان چه مرزان وستر دیگه چه بردران و نظام سیمسران وستر و اینترنشنال بوده ایران که ما را این آگاهی و این سرپدی هم لوتید که بزانید دقت بکنید توجه بکنید یک شام پوتی منافعانتا چی کتا و چی کنه بطور مثال یکی چه طریقانی که لوتش همین دموکراسی که ما شما باشیم پاوتا این و برای یک شکل دموکراسیش یاد زمچشیه که فاشیزم و برحال کلونیالیزم ستاپی که هم در اروپایی متعصب یک شکل یک وری برحال اوچی تایشیا بله وقتی که رسید به آنگو و به منطقه تا رسید جنده که بود مثال طور وقتش 500 سال پیش رنسانسی تمام این جدای دین از دولت ها وقتش بحره برده وقتش هم استفاده کرده و یکی چه طریقیان هم که توانتگیش دیما برام همشه که توانتگیش یه دوینانی فاصله هم حفظ بکنن هر یک اوچی جاگه هم بله نظام هرس همه هرچی که نامی بله برای این آدمیزان انسانی تا هستند شام همه لوت مار کنه که حساب کتابا چک نمیگی جنده که بودا میدلیستی تا جنده که نفت هست پترولیوم هست ایشی یک مزنین جنده برای یک مدت ایشانی فایده سن چک نمی بگم لوتند که برحال سوشیالیزمی راه بگیرن که این بود بیمه که بینیم هم دانه که ما گنده ما این کشورانی که بوده هستن چه ایران بی چه پاکستان بی چه افغانستان بی و به یک شکل حتی ترکیه هم بی که باید بیستش که ترکیه برای یک وری به یک شکل دیگر اینچه آدگه جاگان دیگه که هورش کو گوتا یک شکلی گوتش هور کو بل نوادگه کشوران بگیره که میدلیست تا هستن چه عربی کشوران بگیره و یا اطراف دیگر بگیره اشان تمامان تاها همین کوششش کد که دموکراسی دین گرگ ببین و بودن در واقع به یک شکلی همین راهبندش به کار با همه کسانی را حمایت میکنن همه کسانی را سپورت میکنن همه کسانی را
کشورانی تا پاوری سر بلند که بتوانند دموکراسی در واقع دپرس بکنن، دموکراسی دیما بگیرن بدارن. گنده مذهبش حد اکثر سوء استفاده ابیوزش کرد که دموکراسی دیما بگیرن. کسانی که قدرتان سر داشتن تیشن همه کسان تن قوتش یافتن و دیستش که الان ضرورت همه که در کرگمم گنده مثل صدام و نظام مثل محمد رضا پهلوی و نظام مثل لیبی معمر قذافی و نمونه‌ان دیگری که برای شکلان دیگه هستن چستش کردن و خمینی مانندانش برد بودن. ایوان است که من حیالات ما کسانی که میدل ایستی تا هستیم یک شکلی هم ویتی نابزانتی قربانی ویکتمی و هم گیم و لیبی که ای بر قدرتانی تا شان حساب کن در نیام هستن تشان و به همین خاطر که ما ای بزرگی نیشن و ملتانی که در منطقی تا هستن به یه بزرگی بیشاره گرستگی اکسترا ویزدم بقول معروف یک گشتری هوشیاری ما رو فکرین چون بکنین که بتوانیم واقعا وطا رو داشت بکنیم و بتوانیم پلا برای یک جاگه برسانیم وطا. منی جواب گشتر همشن که در واقع این گیمانی که سوپر پاوران و بدن قدرتانی تا بودن بوده چه یک نیمگی بودن یک الیمنت، یک فاکتور، یک معلفه و یک نیمگی دیگه پده همون بیویتی همه سوسایتی ساختار استرکچری که بوده آیم یک شکل یک کم سوسیالی بوده گنتی نو سوسیان بگر بودن پده ایشان ای زیرکی و توانایان هم بگر که چونکا لوتن تو بوده استرکچران ابیوز بکنن چونکا بتوانند همه مردمان فیلینگان و نظام عقاید و عقیدهان میسیوز بکنن همیشه که نهایتا گنده یه فهم در رسیدن که مروچی که حالت که گنده پا کجا رستگین افغانستان مثلا شما پاکستان مثالیا 9 ماه گشتر نشتش برای یک شکل دموکراسی بیت همیشه مدام حکومت ها ملیتری دسته بودن و الان پاکستان در اصل ملیتری دستن هیچ حکومتی و سیویل حکومتی نیست این قدرتی بیت بگردینیتی ایرانی تا عملا یک همچین حالتی بشکلی دیگره ایرانی که متاسفانه یا unfortunately یا نظام بجنی گفتن که ما چه بازین نیمگان انگر کنگ بوده که همشند که مروچ میحال روچ ایشی پیدا رستگین که حتی وطپوات هم گو هم جیره کنگیم وطپوات گو هم دیگر هم جیرین و وطاروات هم شکل درگیم من گیشتر از دنی دکتر جان باره برای شما اولی کامنت شما داتا بسیار بجا و قابل فهمین کامنت من نتوانم منی گپ حل توجه کرد خدایی ببخش من مایک بند بود مهربانی منی حالا دکتر ظفر گپ توانت وقتی یک بونگپی واشیم بودین که در واقع من توانت سری موضوع گپ پترام بکنده امیده که واجه ظفر بودند یک رنده مهمان بودین یه موضوع گپ ترام بکنده یک جستی کتا تکستی داتا یک لحظه من جستی وانا چارن چی نوشتگت البته گوشی اگر بیت چه دیوان مهمان جست بکنید جامعه بلوچستان با توجه بیشی که هر دبا پشتا دارک بوتک در بزرگاه تاریخی که شما نام گفت چین چوک آمادگی هستن که وقتی حقا که همه حاکمیت ملیین بگیرید و شی که ما بلوچستان ورنا چی توانن بکنن جست جی بلوچ اکتا تیتوار بنده مایک بسته بزرگاه تاریخی که ورنا جست کنگین تو بشگین برحال احتمالی هم سک بازند که بیاید و احتمالی هم سک بازند که بلوچ فعالان سیاسی که هستن ممکنه متوانا بزرگاه تاریخی تا حد اکثر استفاده بکنن ولی بازم امید هست به چیه که همین نسل جوان بلوچوت که یکی می ورناوت بید که جستی کرده همین
نیاز یا همی خواست و همی لوت همی طلب که ذهنیت به عنوان یک جستین شی وقتی منی ایالا مشکل جواب نیم بود کند بچیه که وقتی که کنچین نیازی ببید لازم است که راه حل باید برای دنبالی و راه حل چیزی نه جز سازمان یافتگی بچی که یک نفر به شکل فرفردی و به شکل شخصیت و افراد بلوتن کار بکنه متاسفانه شی همه چند دستگی و هزار دستگی ها و نظام تقسیم و بهر کنه قدرته ولی اگر چنانچه همی افراد و همی شخصیت ها و همی تک تک ها بتوانند واقعا ویتی انرژی ویتی نیرو حساب شده به شکل سازمان یافته هدایت بکنه که دیما برو این شانس که آب بزنگاه تاریخی تا ما بتونیم گیشتر استفاده بکنیم شانس سک باز گیشتر میتونیم به همین دلیلشی سک مهمه که فعالین سیاسی تا جایی که بتواند واقعا تا جایی که آنی درون آن بتواند اجازه بده دست از فعالیت فردی بکشن فعالین سیاسی بشن برای فعالین اجتماعی و حقوق بشری و نظام آزگران برای آن به یک شکلان لازم که وطن سازمان یافته بکنن تا قدرت قویتر رو بهتریش بیویده ولی حداقل فعالین سیاسی تا در هر کجا که هستند اگر چنانچه در جهت سازمان یافتگی و از فردگرایی به سمت جمعگرایی هدایت میکنن و به قول معروف تیم ورک یا کار جمعی به عنوان یک نیازی به عنوان یک ضرورتی در کنگ مبید حس کنگ مبید و تلاش کنگ بید برای دست و گروه کنگ بید متاسفانه شی می آتواناییات تا آن لحظه ای که بزنگاه تاریخی بیتن سک جهل یارید و جهل پیری کن همین دلیل اگر دقت کنید واضح کرده ما ابتدا وقتی که من یا شاید در آخران جنبندی بینه برانت بینی عرض همشیت که برای بزنگاه تاریخی آمادگی ببید ایشی سک مهمه که در وهله اول تفکرات سیاسی که هستن کاملا باید به قول انگلیسی پولارایز کنگ ببن مشخص کنگ ببن از هور تهوری بو و از نظام هم ایدیم ببو هم آدیم ببو و از نظام فلانشن در ما باید بیاییم به همین دلیل مهمه که صفبندیان فکری کاملا سازمان یافته و قدرتمند ببن و طبعا و قطعا وقتی که هر یکی از این تفکرات سیاسی مشخص به شکل سازمان یافته و قدرتمند وقتی که ببن اگر منافع نهایی مردم بلوچ و ملت بلوچ هدف نهایی این تشکلات سیاسی ببی قطعا برای رسک بودن که بتوانند یک همچنین لحظه های حساس تاریخی برای جانی که به لحظه‌ای که بوجود حد اکثر استفاده بکنه مطمئن به که چشین موقع دلسوزی تشکلات سیاسی و تفکرات سیاسی که به اصطلاح پولارایز یا قطب‌بندی بودن مطمئن به که توانند بوده به یک شکلی برسن که در مقابل همدیگه قرار مگیرن در یک جهت حرکت کنن من اگه یاد دید مثالی حتی متاسفانه دو تا تشکل کردی که در کردستان هستن که بعد از اینکه این اتفاقی لحظه پیش یا چطور که متاسفانه آمادگیش ند که وقتش یک دفعه هم چیه اگر بود تینش اگر خودش شما که به عنوان مهماندار برنامه هستی اگر کردان موقع این توانایی و این همبستگی و این آمادگی بودی به جای شک شروعش هم دیگه کشک بخش کردستان آزاد بود که به عنوان کشور مستقل کردستانی که متاسفانه پیش نیاد به همین دلیل با توجه به همین تجربیانی که این به قول معروف عرایض و پهتران هم یاد کنه منتها در عمل متاسفانه وقتی که پیشیه ما گندگی مثلا 1000 تا افراد شخصیت سیاسی فعال وجود یک هستن و حتی جایی که توانند هم همراه باید تو مشترک ما و کار بکنن به شکل‌های مختلف این منظور به شکل سازمان یافته تحت تشکلات سیاسی متاسفانه گنده مثلا لیست‌های بالای 500 نفری و 300 نفری درست کنه که بونان افراد دارن این کارا میکنن به همین دلیل می‌بینید پاسخ با جوانشین تا جایی که امکانی هستن تلاش در جهت سازمانیابی و سازمانیافتگی ببینید و با درک واقعیات تا جایی که امکانی هسته مطالبه گری در میان توده های مردم باید کمک کنک بیتنگ بران با حاجت ما درسته حق رو بلوده بعدی که کسی تونگی گرایشن رو تومه
گاندو بیته خواه طرف باید یه آمادگی بیبیتن که قرار برای حق وقت یک اتفاقی پیدا که بیتن باید برو اگه قرار برو گوشه زندان بیان چون که تنی وقتی صدا هزاران نفر دیگه متاسفانه تحت رژیم های خونخوار به شکل مختلف ای بین رفتگن تنگت ای بین روگن به شکل مختلف بوده تا ماشین جزغاله بودن توشن در نتیجه سک مهمه این مطالبه گری در میان مردم بر اساس واقعیات یعنی کارهای باید کنک بیک مردم چی حق و بزانه و بزانند که بوده این کار دنبال توانند برامن مردم یک خاصی ببینید که همه الان فکر کنم مگه این کارو بکنم فلان اتفاق ممکنه به من بکشید نظر فلان بده نرو دنبالی بنابراین سازمان یافتگی و تا جایی که امکانی هست نزدیک بود این سازمان یافته ها با هم دیگه سخت مهمه با هم دیگه ولی این سازمان یافته نتونه با هم دیگه نزدیک مگر اینکه کلیر ببن مگر اینکه پولارایز ببن به قول معروف مشخص کنه وقتی که ما مشخص کنیم منی خط چیه تو مشخص کن تی خط چیه آدگر چیه و تحقان هم همایتی نقطه که دیما این چارگی مطمئن بده که نهایتا در کنار همدیگه به موازات همدیگه رویه و اگر لحظه حساس ما به قول معروف نقطه که جوان مطرح داشت پیش بیه او را توانه کنار همدیگه بوشتی به جای چی که در مقابل همدیگه به مثل متاسفانه مثال کردن رو مطرح کن مهربانی واجه مهم آخرین جست کنه که میشه به دیوان مارک شما اگه واجه سرخوش سلام دیوان من تواریه جی توال هستی سلام واجه محمد سلام واجه رحیم دیوانی مهمان و سلام دیوان نندوکان آوانی کنی تبارش کنن رنده بله ایران یه دهیم 20 سالان تو که دموکراسی هیچ پر نبیده چیه که یه قومی که 90 ساله یه ملکانی درو اشکال کده قبضه کدگم چی سیاسی دست گرفته اقتصادی دست گرفته فرهنگی از نظر فرهنگی تمام معادلات به نفع تمام کده از نظر زبانی هنچی و هژمونی مال کده یه وقتی قدرتان هنچی فوتی دستا تقدیم نکن که بلوچ کرد و ترک و نزان و ترکمن و عرب بیاین شریک به وقتی که خوزستان علاوازی نفتن که تمام ایران آباد کندگن ایران لاب دهگن چطور آمان چه نفت دست کشن چطور آمان چه بلوچستان تیاب دست کشن هنچو پویتی دستان آزاد بنابراین منی حیالا ایران دموکراسی هیچ بار برقرار نبیتین حداقل در یه چارچوبی مرزان کنونی نبیته بچه که یک قوم هنگه با درک و شعور سیاسی اجتماعی نرسته که یه دیگه ملتانی حق حقوق به رسمیت جا بیاریده جاش بیاریده دو راه هست ایران یه حکومت روته حالا 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال دیگه یه حکومت روگیه بچه کشی حکومت چه فاسدن تو شدرونا از مهلال بیاگیم بقول گجراش شبین روگیم پوسگیم بنابراین بله گجرا آمانی که به صلاح خارجند حاکمیتند آمانی که داخل هم اپوزیسیون تا داخل آمانا سپاه پاسداران هسته که شتدنتا مسلحی آمانا ارتش هسته آمانا بسیج هسته آمانا نیروی انتظامی هسته مرصادش هسته آمانا 3 اداره اطلاعاتش هسته یه درو نیروهای سرکوبگر دشمنی دستان گجری دستان شان هنچو علکی هم نپروشن بخاطرشی که ما بگوشیم که بلشان بپروش شما بلوچ شریک بکنی نظامی ببند تو کرد شریک بکنی نه ایشان بهیال بکنی حتی همانی که تا اپوزیسیونه رضا پهلوی لوتی شان دست نخورده بمانه پچیشان یک تضمینی هم تمامیت ارضی ایران
که چه طریقشان بتونن سرکوب کنن. مثلا لیبرالان و نمیدونم مشروط خواهان و شان هر چیز گوشن الان کشکن، چون خارج کشورن و خارج قدرتن. یه بسلا آلیانسانی که تشکیل بودگن تو فلان شان هم با ولگجر هم کشکن، شان چی خبر هشکی. باند ایران دو حالت هسته، یا جنگ داخلی بیته، ایران پشت پروش بیته. بخاطر جنگ داخلی گوڑه یه نیروان سرکوبگر شاید از محلال باشه بین روان تا حدودی فرسای سش پیدا کنن، گو درگیر بن، گو کرد، گو بلوچ، گو ترک، گو ترکمن، گو عرب. یا حالت دیگه هسته که یکی چه نیروان ائتلاف کن، گو پاسداران و گو دیگه نیروهای سرکوبگر مثل مجاهدان، مثل سلطنت طلبان و یا دیکتاتوری جدیدی سرکاریته و هر گونه مثلا حق خواهی و نظام حق حاکمیت ملی و نظام یه دیگر آدیگه چه یه ملتان شان سرکوب کنن تا نطفه خفش کنن. چه یه دو حالت گیش نیست. ما بلوچانا تا زمانی که قدرت نظامی مبیته پشت یه نظران اتحادانی که ما رو گویی دیگر آدگاه تشکیل بده شما هنچی خبر ترسات خبر مانه، بخاطر که ما رو فریب بدهن که باندا حکومت سرنگون بود اما وقت براحتی بتونه شاید نیروهای سرکوبگر استفاده بکنن و قدرت قبضه بکنن. تا نیروی نظامی که پشتوانه خواستای ملی ملت بلوچ مبیته ارد کنگ مبیته، نیروی آزادی بخشی بلوچ آزادی نگندیده و ایران هم هیچ برد به دموکراسی نرسیده. تا زمانی که یه چارچوب هستن تو یه ملت حاکمیت دستن تو و نیروها سرکوبگر دستاییند، اقتصاد دستاییند، تمام امکانات دستایی های چشکا بودی دستانش ندن بگوشی بیایی شما بلوچ شما قدرت بحر کنی. نه چوش نه. شما این نظر چی واجرهیم شما فکر کنی که حق حاکمیت ملی پس شعار گرگه بیته. حق حاکمیت ملی چطوره که ما یه ملتیه، ما نصف ایران تو نصف افغانستان تو نصف پاکستان، چطوره که حق حاکمیت ملی ما تونی پا یه بخشی که یک دهم بلوچان گشته نه تا ایران تونیم بگیریم بدون اینکه در نظر بگیریم مجموعه بلوچ و بلوچستان. و آیا حالا گیریم که درسته ما حق حاکمیت ملی گیریم، آیا حق حاکمیت ملی گرگ یعنی واقعا هنچوز به یه سادگی که ما مثلا شعار بدهیم که ما گیریم تا بلوچستان غربی و گجر موافقت کنیم بفرما شما حق ما در بیچه این ملکا. تشکر. مهربانی شما جست و تفسیر. یعنی تا زمانی که دموکراسی مبوطه البته خب هرگی تعیین سرنوشت هم معنی محکوم پیدا نکنده. واجه بندوی ما شما اگه والا تی خبرانی که تو کورتم و جان کاملا از جنبه بسیار درستن و ایشید که هیچ کس براتی تا آنی که لذت قدرتش فهمته چشتگش و همه ذهنیتی که در ظرف بیش از 100 سال نهادین کننگ بوده تحضیرش به عنوان به قول معروف ملت برتر و به عنوان فرهنگ برتر و به عنوان همه چیز در واقع به یک شکل میتونه بگوشه که نقشش بتویشان به راحتی و به سادگی هرگز حاضر نبود که بیاید بلوچ و کرد و نزان عرب و شاید به اصطلاح به قول معروف حقوق قبول بکنه و بگوشن که اوکی قدرت در دست فرض کن حالا رجوی والا هم بود یا قدرت در دست پهلوی والا هم بود یا قدرت در دست هر یک کیشه این تمامیت خواهم فرق نکن حالا از جبه ملیچی های دیگه تا برو به کسان دیگه برسید. ایشی کاملا درسته.
و تماما هم تلاشش هم همیشه است که اگر چنانچه در قدرت به قول معروف بلوط به سمت قدرت برود، تمام تمامیت خواهم به دنبال همین قضیه هستن که نیروهای سرکوبگر حفظ بکنن، بدارنش بدون شک. اگر نکنن گروه من فکر کنم آیا آدمان دموکراتی بودن و از تمامیت خواهی اصلا و تارش کنار کشته رفته. لذا شما فرمایش کنید که از طریق به اصطلاح خواستها و این خبرها و این به قول معروف تشکلات سیاسی که فکر کنم به شکل مسالمت آمیز تونم برسم به همچین حرف با بولیشا ایشی دقیقا و در مقابل آیی شما نیروهای آزادی بخش داری مطرح کنید باید شکل بگیرن به عنوان یک نیازی که در همچین شرایطی به قول معروف توان روبرویی و مقابلش ببینید. ولی اگر چنانچه بلوچان یک همچین فرصتی بود، یک همچین به قول معروف موقعیتی و یک همچین امکانش بود که بتوانتش تشکلات سیاسی، دقت کنیم از تاکید کنیم چی طرف تشکلات سیاسی مثل کردان، مثل حزب دموکرات کردستان، مثل حزب کامله کردستان و مثل چند تا تشکلات سیاسی دیگری که هستند بودن پیشمرگشه. منتها پیشمرگ بوده هستندشان زیر به قول معروف فرماندهی همه دستوراتی که حزبانش مشخص کنند که چی بکنند شد. اگر چنانچه احزاب سیاسی بلوچ واقعا هیچ توانایی بیشتر در واقع یک نیروی مقاومتی را بتوانند تربیت بکنند و در دستش بگیرند، طبعا در شرایط و لحظات حساس بسیار بسیار توانند تاثیرگذار و مفید بودند. چون که در نهایت چه طرفی که به این شکل تمامیت خواه بلوطی برو و حتی تمام آدگران به عنوان نیروی به قول معروف دموکرات هم بلوطی برو و هر یک همشان شعارش طرحش یک ما دموکراسی حاکمی به خاطر دموکراسی ما داره کار میکنشان. نهایتا این سر میز بود و میز سرا این نگوشیشن به قول معروفی قرارمدار گفتالی کنه که سورکا بیبی و ایران به شکل یک سیستم دموکراتیک نظام غیر متمرکز فدرال یا کنفدرال یا حتی قبول کنه که نه حق تعیین سرنوشت به عنوان یک اصل قانون اساسی بیت و بالاخره مردم نظام آینی که تنی و دیوتار به عنوان مستعمره حساب کنه که حقش هستن که حق تعیین سرنوشت کنه بابتش و یک فرصتیش بدن تو خط از آی برسل اسلامی میکنن. تمام بستگی دیشی هستند که دقیقاً همچون که توبت هم اشاره کردشن چین که توانایی مناطر بیدیده بودن. بنابراین به یک شکلی ضمن شکل و مخالفت نکنه که محیطی نظارتی داره مطرح کنه، ولی شرطی هم آیین که اگر چند همچی حرکت های بان و این حرکت ها تحت حرکت ها نظامی منظور که تحت کنترل نیروهای دموکراتی ببین که اصول و رهبندان حقوق بشر کاملا سرپدن و دارند و الا ایزیلی خیلی راحت تو وقتی که به اصطلاح مهر تروریست بدیم بلگی به عنوان چیزی که نیرو مساعد داره کار کنه متاسفانه صدمه لگی و مردم بل صدمه لگی و می اعتقادی شیه و مسلما تمام فعالین سیاسی اعتقادی شیه که نیروی اصلی، توان اصلی، قدرت اصلی مردمان بلوچند در بلوچستان، در کردستان و در هر کجای دیگه بلوچ باشید و ادانید که اگر چنانچه این مردم به حقوق و آگاه کنند و در عین حال تلاش کنند بی که یک فضای وجود یارد بی، یک ساختاری وجود یارد بی، همین مردم سازماندهی کنند و متشکل کنند و مردمان برای حق و ترون لازم نه که به اصطلاح یک وتر سربچار بکنن تو یک وتر فدایی بکنن تو یک وتر فلان بکنن ما طرف پوشتن قهرمان بکنن از مردم به حق و برسن. نه، اتفاقا ما شما باید تلاش ایشی ببینید در این جهت باید حرکت بکنین که خود مردم برای کار آماده بودن و طبعا هر کسی بر اساس توانایی بودید تو نقشی ببینید تو تاثیری بیلیت بودن و به همه دلیل بینیم از همشین که اتفاقا هر کسی به همه شکلی که فکر کند راهی در تفکر سیاسی خاص هستن که کاملا از نظر به قول معروف تبلیغ و ترویج می‌کردن ایشان خوب است که در آن جهت حرکت کنن و در سازمان یافته به این شکل کنن که تمام باور کنندگان از طریق تمام خط برون، تمام فکر برون و شروع کنن کار وقتش. یکی دیگه که اعتقاد به یک شکل دیگره ولی در این حال هم ادعای شین برای مردم بلوچ داری کار کنن
نه من این حق هسته نه تر این حق ها و نه ایکس و نه ایگرگ حق هسته نه من تر حق نه کار بکنه بخواد چیک کنه زنو برعلیه ملت بلوچ فلان و بهمانه ولی این حق بعدا مردمان تعیین کنه که حقش یعنی من و تو و ایکس و ایگرگ و فلان شن نمیشه. بنابراین این فکت مهمه که تشکلات سیاسی بلوچ تا جایی که امکانی هستن تلاشش ایشی بیبیده که به فردگرایی دامنجرک مبید تا جایی که امکانی هستن در جهت تقویت تشکلات سیاسی حرکت کنک بیبید و تا جایی که امکانی هستن تشکلات سیاسی حالا به هر حال بر اساس استراتژی که هستش و طبیعی بر اساس استراتژی و دشن باید بالاخره سازماندهیش بیبیده. اگر چنانچه یک تشکل سیاسی استراتژی با شکل که حتما باید نیروی آزادی بخشی بیبید اتفاقا باید با حرکت بکن در جهت باید راه در بیدی که حد سریعتر گشتر تقویت وجود بیایشانه و کسانی که به شکلهای دیگه هم به هر حال برنامه و استراتژیش هسته آنم حق در مورد حرکت کنند. ولی مهم ادانه من بازم تکرار کنم من فکر پنجمی ششمی بره یا هفتمی بره که همین مسئله تکرار کنه دید که اگر این تشکلات سیاسی با تمام تفکرات متفاوتی که با همدیگرش هست بلوت نیرو و انرژی واسه برای بر علیه همدیگه استفاده بکنه مطمئن که در آن لحظه حساس همه لحظه حساسی که ما شد تمام داریم گفت کنیم نشان لحظه حساس متاسفانه گروه ممکنه مثل صدمه به ضربه بیبیتیم به مردم کرد در کردستان عراق بکنیم. به همین دلیل ما فکر کنم مهمترین هدف باید همشی بیبیتیم که ماشماهایی که الان داری رابطه داریم کار کنیم داری رابطه داریم اینجورو تمام تلاشی همشی بیبیتیم که گو همدیگه و تشکلات دیگری که دارن شکل گرفتن یا شکل داشتن تا جایی که امکانی ها با جهت سازماندهی کنن که به کمترین تعداد تشکلات سیاسی برسه. اگر چنانچه مثلا آزادی بخش دوران آزادی بخش هم تواتم باشه که برای یک نیروی آزادی بخش هم لازمه در دوران آزادی بخش تعدد و تعداد زیاد تشکلات سیاسی اتفاقا به جای کمکی بکنن در جهت هدفی که هدف مشترک فرق نه منتهی که به یک شکل دیگه توان صدمه هم بگن. ولی اگر یک دورانی ببینید به قول معروف حالا قدرت به دست رسیده باشه و حکومتی بوده بل هرچند که گل گشته در باقی میشد واقعا خوشبوتور بوداتر و مردمان هم بوده به یک شکل دیگه متنوعتر شدن برخورد میکنن. من فکر کنم در اصل من در رابطه با ایت جوست یا فرمایشی که گوشته من اویتی نظر گوشت برای نظرم چیز مرد نتوان به حوال رحیم چشمه گرفان البته میواد حلاسی تا اگر کوتاه جمع‌بندی بکنه بدی بحثا اگر گپی هسته آخرین گپ ها بکنه که ما دیوانا بند کنیم. میری آخرین گپ ایشید که مردم بلوچ ملت بلوچ ملت کرد ملت پهپاد بلوچ حساب کنشان اگر متوانند به اتفاق همدیگه متوانند واقعا ائتلاف های قوی که هست به شکل سرتاسری متوانند به وجود بیارن و در این حال در میان خود همه ملتان هم اگر چنانچه متوانند به اتفاق همدیگه ائتلاف های قوی قدرتمند و هرچند که متحدتر و نزدیکتر به وجود میارند متاسفانه اگر چنانچه هر نوع حکومت دیگری در فردای روز جمهوری اسلامی بلوچی بیه چیزی جز باخت برای ما به وجود ده و همچنین که ما عرض کو پیسرم متاسفانه در این واقعیایی که اگر اتفاق بکتی بیدم نه دیر یا زود اتفاق بکتی خطرناکترین و صدمه بارترین قانونهایی که در ایران توانت مورد صدمات و لطمات بسیار زیادی ببرد بلوچان و عربان و کردان است. به طور مشخص من چی تاکید کنم اگر ضرورت مردمتون تحول بکنه در رابطه لذایشی سک مهم است که یک نوع همبستگی های درونی بین این ملت ها و در این حال یک نوع همبستگی بین این ملت ها نه در درون وطنستان که بین این ملت هم به وجود بیه و آوردی مهم نیست که روی کار بیه اگر چنانچه به شکل به قول معروف یک انقلابی ببید همچون که توات گوشت موینجان اگر به قول معروف سیستم سرکوب و نظام سرکوب پروش و از بین برو به یک شکلی او در وقتی شانس پیروزی برای رسیدن به همه حقوق دموکراتیک شد تمام ما دنبال حقوق دموکراتیک و چیزی نه این حاکمیت ملی یک حق دموکراتیک از نظر تاریخی برای ما
والله در غیر این صورت متاسفانه آب بخش اگر روی کار برون که از همین الان لوتن که نیروی سرکوبش نه تنها یکم که هست حتی شدیدتر و قویتر میمانید و حتی خیلی هم هست که به قول معروف حاضرن وچسین کاهم ببندن بران همراه با همین سرکوبگران برای سرکوب من تو خداوندی بازنده ماشمایی بازنده همین ملتانی در ظرف 100 سال تنی وقتی بازنده و مستعمره بودن فقط به یک شکل دیگه هم به استعمار و مستعمرگیش ادامه دیگه متاسفانه. این همیشه محمد جان نمی‌کنه. مهربانی سلامت باز منتوار که شواتی وحدات و دیوان گپتران کتو من هنچوشت دیوان نندو که مردمان تشکر کردن که من دیوان یحتو نشتگن تو بحث و گپانش بحرزد منتوار و سلامت باته من دیوان حلاسوش شب باش